سلام علیکم دوستان عزیز. انصاف علی هدایت هستم و با برنامه 8 مهندسی جهل در ایران در خدمتتون هستم. البته منظورم تنها مهندسی جهل در ایران نیست. متاسفانه ما در دنیای جهل زندگی میکنیم و یک تشکیلات های بسیار بزرگ قدرتمند مالی و نظامی و سیاسی، حقوقی و بین المللی دارن جهل رو مهندسی میکنن و برای چی؟ برای اینکه منافع یک گروه های خاصی رو بتونن تأمین بکنن و یک گروه هایی رو تحت سلطه داشته باشن. برای اینکه بتونن یک گروه هایی رو تحت سلطه داشته باشن باید ذهن اونها رو، آگاهی اونها رو، دانش اونها رو، خواست اونها رو، اراده اونها رو مهندسی بکنن. برای مهندسی چند میلیارد انسان نیازمند قدرت مالی بسیار بزرگ، قدرت‌های مالی بسیار بزرگ و استخدام میلیون ها نظامی و تحصیل کرده های بسیار عالی از دانشگاه های معتبر دنیا برای راهبرد این استراتژی هستند. خب بخشی از این استراتژی، این جهل جهانی، تحمیل جهل به جهانیان در ایران و توسط سیستم فارس از سال 1300 به بعد داره اجرا میشه. قبل از اون زمینه های تحمیل این مهندسی جهل رو آماده میکردن، ولی از زمانی که کودتای بر علیه قاجار و مشروطه، آزادی های مشروطه، دموکراسی مشروطه، جنبش مشروطه خواهی از بالا به پایین، نه از پایین به بالا. ببینید وقتی ما از این جهل صحبت میکنیم به ما میگن که جنبش مشروطه، اینا دارن شستشوی مغزی میکنن، میگن انقلاب مشروطه، در حالی که جنبش مشروطه بود برای اینکه ملت در اون شرکت نداشت. شما ببینید در ممالک محروسه قاجار چند شهر و چند انسان در این مشروطه حضور داشتن و تازه خواستشون چی بود؟ خواست اونا که حتی سفارت انگلیس بودن مشروطه نبود. وقتی که حضرت مظفرالدین شاه میاد و فرمان رو مینویسه، خواستهای خودش رو مینویسه، نه خواسته اونایی که در مجلس در سفارت انگلیس تحصن کرده بودند صبحانه و نهار شام اونجا میخوردن میرفتن دنبال سر کارشون. و حتی بعضیا گفتن که اونجا به ما گفتن که کانستیتوشن چی هست، ما رو آموزش دادن. اینا همش دروغه. برای اینکه وقتی از اونجا اومدن بیرون و با مظفرالدین شاه یا فرستادگان ایشون ملاقات کردن، هیچ چیزی به زبان نیاوردن که ما مشروطه میخوایم، ما میخوام حقوق شاه محدود بشه، اراده شاه محدود بشه، ما میخوام یه مجلسی باشه که مثلا قانونها رو بنویسه و شاه ملزم به اجرای این قانون بشه، ما میخوایم به بودجه یا به تشریفات اداری و سیاسی اقتصادی کشور مسلط باشیم و شاه هیچ تصمیم گیری در این باره نداشته باشه. شما وقتی اون فرمان مظفرالدین شاه رو میخونید میبینید که اینها عدالت خونه میخواستن و اون یه مجلس مشورتی میده، مجلس مشورتی که برای تصمیم گیری شاه کمک بکنه. حالا یکی از اینها همین چیزاست دیگه. در تبریز هیچی نبود، در الاهواز و در ممالک که قاجار رو تشکیل میدادن در اونجا هیچ چیزی نبود. فقط در تهران، اون هم در میان تعدادی از ملاها و تحصیل کردگان خارجی که باید کانستیتوشن رو در خارج از کشور یاد گرفته بودن، حالا میرفتن سفارت انگلیس که مثلا یاد بگیرن. یعنی اینقدر شستشوی مغزی شدیم. یه لیسانسی که رفته مثلا یا فوق لیسانس و دکترایی که در اون زمان در فرانسه و آلمان و روسیه و نمیدونم
استانبول و در فرانسه و آلمان و نمیدونم کشورهای دیگر، انگلستان و اینها تحصیل کردن، حالا اینا بیان در ایران بگن ما نمیدونستیم کانستیتوشن یا مشروطه چی هست، قانون اساسی چیه، و اینها در سفارت به ما یاد دادن. اینا شعر و غزله. یکی از همینها، از این جهل، اینه که ترک ها و عرب ها در ایران جزو ملت نیستن. اینا زبانشون زبان علمی نیست، زبان کوچه و بازاریه. اینها ادبیات و هیچی، زبان اینها قابلیت تولید علم نداره. برای همین هم نویسندگان اینها، متفکران اینها به فارسی شعر شروعن. اینگار که شعر از نظر پانفارسیست و اینهایی که جهل رو مهندسی میکنن، شعر عبارت است از تمدن و مدنیت و فرهنگ. یعنی همه این جنبه های تمدن رو اینها میخوان بگن شعره. در حالی که شعر اگر 1000 تا رشته تحصیلی و تخصصی وجود داره، یکی شعره و اونم تخصص نیست، اونم یک نوع حسه. یعنی انسان ها از احساساتشون حرف میزنن، احساسات فردی غیر قابل تجربه توسط دیگران. در شعر ایرانی، در شعر خارجی، حالا انسان ها لااقل دنبال قافیه و اینا نیستن، دنبال آهنگ تو شعر نیستن، دنبال اینن که اون حرف دلشون رو، اون خواسته ذهنیشون رو، اون ارادهشون رو در اون کلمات نشون بدن. فرق شعر در ایران با شعر در دنیای توسعه یافته اینه که در ایران دنبال اینن که یک آهنگی به کلمات در شعر بدن که مثلا آدم بتونه باش برقصه مثلا، در حالی که یا مثلا موسیقی داشته باشه مثلا. ولی در شعر غربی، و این فردیه، در شعر ایران فردیه، برای اینکه هر کسی حس درونی خودش رو بیان میکنه، مثلا در رابطه با عشق یا اون یاری که تو ذهنش هست یا اون زلف یار، و بقیه نمیدونن چیه، بقیه اون حس رو ندارن، وقتی میخونن اون حس رو ندارن، فقط این آهنگین مینویسن. این یک نوع ضرب آهنگ داره. این ضرب آهنگ رو اینها به عنوان علم معرفی میکنن، در حالی که همین شعر هم تمامی اصول و قواعدش عربی هست، وزنش عربی هست، همه چیزش عربیه، فقط کلمات رو فارسی میذارن داخل قالب. یعنی قالب‌های شعری فارسی عربیه، فقط داخلش کلمات به جایی که عربی باشه، البته کلمات عربی و ترکی هم میذارن، ولی حالا بگیم فارسی میذارن اونجا. حالا در حالی که تمدن، فرهنگ و اجتماع دارای هزاران تخصص و هزاران رشته علمی هست که زبانش فارسی نیست. حالا اینا میگفتن که آقا زبان ترکی و عربی اینا چیز نداره. البته در مورد زبان عربی که خیلی زیاد نمیتونن حرف بزنن، برای اینکه زبان عربی اصلا زبان علمه، بوده و هست. اما در مورد زبان ترکی، ما رو در ایران از جهان ترک بریدن. یعنی ما داخل یک دیوار نامرئی ذهنی، آگاهی و ترکیست هستیم. یعنی یک دیواری کشیدن با زبان فارسی با ایران و ما رو از کشورهای ترک و ملت ترک در دنیا بریدن، و حالا ما در ایران به عنوان ترک فکر میکنیم که به ما گفتن یعنی آقا شما زبان ندارید، زبان شما خیلی ضعیفه، شما قبلا اصلا فارس بودید، آذری بودید یا ترک نبودید، شما رو ترک کردن، شما زبانتون کتاب نداره. اوج کتاب شما سخنان شهریار هستش در حیدر بابا که میشه در نیم ترم اینها رو درس داد و شما چیزی برای چیز ندارید. در حالی که اگر ما به عنوان ترک به این دقت بکنیم که آقا جان، ما در همین کشورهای همسایه مثل آذربایجان و نخجوان و که خودش یک مستقل تقریبا میشه گفت، مستقل نیست، جزو آذربایجان شمالی هست، ولی خب به هر حال یک استقلالیتی، مختاریتی داره، زبان مستقل داره. با اون زبان مستقل آذربایجان، ترکی آذربایجانی درس میخونن، در تمامی سطوح علمی
حقوقی، سیاسی، اقتصادی، فیزیک، شیمی، داروسازی، پزشکی، در همه زمینه‌ها با همین زبان ترکی آذربایجانی در اونجا درس میخونن. همینطور در جمهوری آذربایجان، در ترکمنستان، در قرقیزستان، در بقیه جمهوری‌های ترکنشین، در قبرس شمالی، در چین، اویغورها و در کشورهای ترک زبان، همه اینها با زبان ترکی درس میخونن، تمامی مواد درسی رو با این میخونن، تخصصاشون رو با این میخونن. اما ما رو به قدری ذهن ما رو بریدن از دنیای ترک که فکر میکردیم که چی؟ فکر میکردیم که نه، ترکی که کتاب نداره که. حالا نه به ما اجازه میدادن بریم به کتابخونه ها، نه اینکه اونقدر ذهن ما رو داخل دیوار پانفارسیسم و پانایرالیسم نگه داشته بودن و ضد ترک کرده بودن که ما خودمونم فکر نمی کردیم که مثلا بریم کتابخونه ها ببینیم که کتاب ترکی هست یا نه. ولی چون نمی رفتیم و نمی خوندیم و به ما نمی گفتن، ما هم می گفتیم با صدای بلند و باور می کردیم و ایمان می آوردیم که ترکا زبان ترکی ضعیفه و اینها کتاب ندارن، در نتیجه چیز. اما اخیراً که یواش یواش این دوستان ما، این اینترنت به کمک ما رسیده، دوستان ما رفتن کتابخونه ها رو، متخصصان، عالمان، اندیشمندان، انسان‌هایی که تسلیم این مهندسی جهل نشده بودن، رفتن کتابخونه های مختلف، کتابخونه های افراد، سازمان ها، نهادها، آیت الله ها، همین در ایران، و کتاب های ترکی رو جمع کردن. یکی از این کتاب ها که در 6 جلد در ایران چاپ شده، در این کتاب اجازه بدید ببینم من اگر این رو باز بکنم اسم کتاب رو برای شما بگم. در این کتاب اسم و مشخصات 17,000 جلد کتاب ترکی رو جمع آوری کردن. دقت میکنید یعنی چی؟ 17,000 کتاب ترکی قدیمی رو در اینجا جمع آوری کردن. حالا این دوست من که من ازش خیلی خیلی متشکرم، داره به من آموزش میده در اصل. اجازه بدید ببینم همینجا باید باشه، این نه، بالاتر از این باید باشه. عرضم به حضورتون که این دوست ما این کتاب ها رو اینجا ببینید، این کتاب رو که دارم نشونتون میدم، فهرست دستنویس های ترکی در کتابخانه های جهان، این جلد دومش رو داره نشون میده. دکتر یوسف بیگ باباپور، این دکتر با همکاری دکتر جلال شکوهی اومده و 17,000 کتاب ترکی رو با تعداد اسم کتاب، در کدوم کتابخونه هست، تعداد صفحاتش چیه، موضوعش چیه، قطعش چیه، اینا رو معرفی کرده که میتونیم بریم ببینیم و یاد بگیریم. حالا این دوست ما که اسمش هست آذرباش، برای خودش این اسم رو انتخاب کرده که ترکی باشه، هم آذربایجان، از آذربایجان گرفته، هم باش به معنی که سر و کله، یعنی کله آذربایجان، سر متفکر آذربایجان. خیلی اسم با مسما و با معنی هستش. این دوستمون خودش رفته زحمت کشیده، سالها عمر و پول گذاشته و PDF همین کتاب هایی که در ایران در کتابخانه های شخصی آیت الله ها یا کتابخانه های مجلس و نمیدونم کتابخانه های مختلف وجود داشته، از همه اینها PDF تهیه کرده و اینها رو بیش از 4,000 تاشو در این وبسایتی که من الان دوباره اینجا اجازه بدید پیداش بکنم اینجا گذاشته و شما میتونید در این قسمت که دارم نشونتون میدم، الیاز مالار با حروف الفبا، مانوسکریپت به انگلیسی، نسخ خطی ترکی، مثلا به فارسی آذرباش کتابخاناسی، به ترکی با الفبای عربی، مخطوطات ترکی این هم به عربی و الیاز مالار با حروف لاتین به ترکی نوشته. برید به اینجا، بیش از 4,000 کتاب ترکی تاریخی قدیمی رو دست نوشته و سنگ نوشته، یعنی چاپ سنگی رو
در اینجا گذاشته، میتونیم در اینجا بریم ببینیم و اینها رو دانلود بکنیم. همه ما میتونیم این کار رو بکنیم و هر چقدر که بتونیم تو این خونه هامون یه چند جلد از اینها رو چاپ کنیم، نگه داریم که اگر یه اتفاقی افتاد این کتاب ها از بین نرن، یه جوری داشته باشیم اینو. در این حال که دوستانی که میتونن و میخوان برای والدینشون احسان بکنن، مدرسه میسازن، کتابخونه میسازن، نمیدونم بیمارستان میسازن، بیان این 12,000 جلد کتابی که این آقا الان آماده کرده به اضافه 1000 جلدی که آقای دکتر محمد رضا باغبان کریمی خریده جمع‌آوری کرده، به اضافه کتاب‌های دیگری که وجود داره، دوستان میتونن کپیشو یا پی دی افش رو تقدیمتون بکنن، اینها رو چاپ بکنید، از هر کدوم 1 2 جلد 5 جلد 10 جلد از کدوم از طریق با همین دستگاه‌های فتوکپی اینها رو جلد بندی بکنید و برای باقیات و صالحات بهتر از مدرسه هست، بهتر از بیمارستانه، اینو مطمئن باشید. که برای اینکه شما میاید جامعه ما رو، انسان‌ها رو با داشته‌های تاریخیشون آشنا می‌کنید. وقتی ما آشتی بکنیم با گذشته تاریخی فکری خودمون، اون وقت بنایی که پدران ما ساخته بودن، زیربنایی که ساخته بودن، حالا ما تا الان اینو نمیدونستیم که زیربنایی ساختن پدران ما. الان اگه بدونیم، حالا میریم اونها رو میخونیم، بر اساس این زیربنا شروع میکنیم به بنای باشکوه ساختن تمدنمون رو از نو، تمدنی که پدرمون ساخته بودن و دیگران اینها از بین بردن. حالا ما از نو شروع میکنیم بر روی اون بنا و با تکنولوژی های امروز، آموزش های امروز، سطح فکر امروز، سطح آگاهی های امروز، میتونیم حالا سطح تکنولوژی امروز میتونیم حالا روی اون بنا یک کاخ جدید، کاخهای جدیدی بسازیم. در جلسه قبلی من 3 کتاب رو معرفی کردم، متاسفانه بعدا نمیدونم علتش چی بوده، در یوتیوب سیو نشده بود. حالا امروز خیلی خلاصه میخوام حداقل 2 تای اونها رو معرفی بکنم. با اجازه شما من اینها رو دانلود کرده بودم. یکی علم علیم بود که حالا خیلی خلاصه اینو معرفی میکنم، خیلی هم نمیخوام روش مانور بدیم. این کتاب دستنویس هستش، اگر نگاه بکنید اینجا رو دیگه من دارم نشون میدم، امیدوارم که امروز بتونیم این رو، این جلد داخل صفحه هست، البته ظاهرا روی صفحه اول هم یک کاغذی رو، این کاغذ سبزی که اینجا هست، بعدن روی این صفحه داخل جلد، وقتی جلد رو باز میکنیم صفحه اول بیاد کاغذ ها دیده بشه، اونجا چسبوندن و یه چیزهایی روی این نوشتن و عدد 1 رو هم اینجا گذاشتن که ما بگیم صفحه، اما دیده میشه که زیر اون صفحه 2 دیده میشه. این هم از این کتابخونه در سلیمانیه، احتمالا در ترکیه، کتابخانه‌ای نگهداری میشه. دست نوشته هستش، بسیار قلم و خط تغییر میکنه به روحیه و ببخشید من خیلی حالا به روحیه و روزانه نویسی هستش. به روحیه این آدم تعلق داره، در رابطه به عشق و عرفان داره می نویسه. ظاهرا این کتاب در رابطه با علم علیمه، 658 صفحه است. کتاب قطعش کوچیک هستش. نویسنده رو ببینیم اگه بتونیم پیداش بکنیم خیلی عالی میشه. من بعضی جاهاشو میتونم بخونم، کاملا ترکیه به غیر از آیه ها و احادیثی که آورده که bulandır sen iki alemde hüccet, خدا عاشقlerine قل محبت. مثلا این رو میتونم بخونم. اینجا یه خیاطی یه چیزی در رابطه خیاطی گفته، احتمالاً köküldür bu vücudiyle پادشاهی خیاطی، احتمال میدم. البته در ترکی به خیاط نمیگن، خیاط به عربی هست. فکر میکنم که در ترکی درزلک میگن به خیاطی، درزی. از درز کلمه درز ترکی هستش. درزی، درزلیک، یعنی کسی که داره
البته درز ما یه چیزی داریم، وقتی گندم ها میرسن یا دسته های علوف علف و اینا میرسن و اینا رو میچینن، اینها رو درز میکنن، یعنی بسته بندی میکنن، اینها رو بسته میکنن و دورشون میبندن که دیگه اینها از هم نپاشن. اسمش درزه، درز. حالا این رفته تو فارسی احتمالاً درز شده، نمیدونم، شاید هم ترکی درز همین یعنی شکاف، و این شکاف رو درزی چیکار میکرده؟ میدوخته شکاف پارچه رو، در نتیجه بهش میگن درزی، کسی که درزگیری میکنه مثلا. حالا اینجا من تلاش کردم که این یه جمله ازش بخونم، صفحه های بعدی رو هم نشون میدم. مثلا اینجا داره بلیوب تعمیر جسم ادم ولی قلبم خراب، بلیوب تعمیر جسم ادم ولی قلبم خراب، هی مدد هی علم گل چرم ویرانیم. حالا اینو گفتم که نمیتونم خیلی خوب بخونم به خاطر اینکه من در زبان ترکی هیچ تحصیلاتی رو ندارم، در خانواده هم تحصیلات ترکی نگرفتم. ترکی که من آموزش دیدم کوچه و بازاریه و لهجه های محلی هست، یعنی علمی نیست، ادبی نیست، استانداردم نیست. در نتیجه و از طرف دیگه با این کتاب‌های دست‌نویس با خط که اصلا آشنایی ندارم. من قبلا گفتم من با موسیقی مثلا که ها 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 میکنن اصلا سر در نمیارم و گوشم نمیکنم و فکر نمیکنم که اون که میگن موسیقی سنتی ایرانی، من فکر نمیکنم نه سنتی هست نه ایرانی هست و نه قابل فهمه چی میگه. درجه خوشم هم نمیاد، گوشم نمیکنم. واقعیتش اینه، هر کس هم میتونه بگه که من گوش موسیقی ندارم، حق داره، شاید هم گوش موسیقی ندارم، ولی به هر حال من خوشنویسی ها رو نمیتونم بخونم، خطی رو نمیتونم بخونم و چشمم هم عادت نکرده، با لهجه های ترکی آشنا نیستم، به خصوص در نوشتار، با نوع قلم فرد آشنا نیستم، با تاریخی که در اون زمان اون لهجه اون زبان در اون مقطع بوده و خط رو می نوشتن، چه کلمه رو با چه شکلی می نوشتن هم آشنایی ندارم، در نتیجه خواندن این برام سخته. حالا اینجا گفته که جمال شمس تبریزی که عشق مولانا، اینجا هم مثلا اینو قابل خوندنه، میتونیم ببینیم. نیلیوم جهانی جانانه olmadı. مثلا اینجا هم حالا ادامه میدم، یه چند صفحه رو اینجوری نشون بدم. مثلا اینجا آه عشق آه، بونو کلم شهرینی نمیتونم بخونم. حالا اینو دوستان فقط خواستم بگم این کتاب 658 صفحه‌ایه که به نام علم علیم هست و در مورد عشق و عرفان و رابطه با خدا هست و اینها رو آموزش میده و ظاهراً از چیزی جلسه قبل خیلی طولانی در این مورد صحبت کردیم و تلاش کردم بعضی از آیات و احادیث و بخشی از کتاب رو هم بخونم. ظاهراً این آدم بگیم که مراد پیر یه عده‌ای هست، مراد یه عده‌ای هست، مرشد هست، امام هست، نمیدونم، یه شخصیتیه که داره آموزش میده در یه جاهایی. مثلا فرض بکنید که در یک جایی که انسانها رو جمع میکنن، حالا نمیدونم چی بگیم اسمشو، یادم هم رفته البته، مثلا خانگاهی، نمیدونم زورخونه‌ای، نمیدونم یه جایی، مسجدی، خلوتگاهی، عبادتگاهی، معبدی، نمیدونم یه جایی که انسان‌ها اونجا جمع میشن، اونجا یه تعدادی رو داره آموزش میده در این رابطه و هر روز یا هر وقتی که یه چیز جدیدی رو آموزش میده یا تجربه میکنه، میاد این رو به شکل شعر و یا کلمات میریزه روی کاغذ و توضیح میده، یه خلاصه که این بمونه برای ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات لاهلها یا ایها الرسول
بلغ ما انزل الیک من ربک. حالا اینجا مثلا یه آیه یه چیزی شده، این آدم میخواد بگه که یه چیزهای امانت هستن که اینها رو باید به اهلش بدیم. اهلش اون امانت چیه؟ اون اهلش چیه و چه شکلی باید این امانت رو به اونها یاد داد؟ اینو توضیح میده حتما. بعد میگه که یا ایها الرسول، ای پیغمبر، بلغ ما انزل الیک من ربک، اون چیزی که از طرف خدا به تو نازل شده اون رو به مردم بگو. حالا به زبانی که خودت بلدی، یعنی پیغمبر بلده، به اون زبان به اون ملت بگو. حالا این چی هست به این پیغمبر نازل شده و این با چه کلماتی میگه؟ آیا این کلمات عین اون چیزی که از طرف خدا به قلب یا به پیغمبر گفته شده، اگر به شکل صوت باشه، اگر نه به قلبش اومده یا در خوابش اومده، نمیدونم. حالا این خیلی دارن روی این مسئله دارن بازی میکنن علمای اسلام. ولی به هر حال اینجا قرآن میگه که یه چیزی برای پیغمبر نازل شده، اومده، نزول شده به قلبش، به ذهنش، به حافظش، به مغزش، به فکرش، و میگه این رو به اون. حالا این چی هست و چه شکلی به مردم میگه، مردم چه تأثیری باید بگیرن، این رو داره میگه و از این طریق حالا تلاش میکنه اون عقاید خودش رو یا اون تجربه خودش رو به شاگردانش، مریدها بگه. حالا این کتاب ادامه داره، من تلاش میکنم، حالا اجازه بدید خطش هم تغییر میکنه، اگر دقت کرده باشید نگاه بکنید، مثلا اینجا خطش یه شکلیه، یه مقدار پایین که میاد هم مداد تغییر میکنه، اینجا مثلا هم مداد تغییر کرد هم یه مقدار خط تغییر میکنه. معلومی که از نظر روانی این آدم تحت تاثیر اون تفکر خودشه، احساسات خودشه و این احساسات در قلمش، نوع قلم زدنش، نوع مثلا قلم وقتا خیلی آروم حرکت میکنه، خیلی ظریف، بعضی وقتا تند و تیز هست. حالا من این چند تا رو نشون میدم. مثلا صوفی کبر ایلمه کبر، صوفی کبر ایلمه دولت ارینجه، صوفی مغرور نشو اگر به مال و مقامی رسیدی. حضرت سلیمان نه دینلعدی گرینجه، میگه مگه حضرت سلیمان، به حضرت سلیمان اون گرینجه، قارشگاه یعنی مورچه، گوش داد مگه؟ بیر عالی قهرمانه چنگه برینجه کبرینجه، شاید اینجوری، بیر قهرمان عالی چنگه دست، یعنی قدرتی که نمیدونم کبرینجه، وقتی داره میبیره مثلا آیا این چه اتفاقی براش میفته؟ گشانوب سلاحه دریگی باغلا، سلاح رو بپوشون، یعنی مسلح شو و درها رو ببند. دریگی باغلا، حالا اگه نمیدونم این دریگی شاید هم این زره باشه، نمیدونم. دری در زبان ترکی به لدر، حالا این فارسی ما کشیده، انگلیسی ما کشیده، ترکی ما بدبخت شدیم، نمیدونم با کدوم زبان چی، اصلا هیچ کدوم هم دیگه خوب بلد. چرم دری، یعنی در اون فکر کنم در اون زمان علاوه بر سلاح اینها لباسهایی از چرم شتر، چرم حیوانات مثل گاو و میش و اینا میپوشیدن که مثلا شمشیر یا دشمن وقتی تیر میزنه یا شمشیر میزنه این خیلی نتونه مثلا مجروح بکنه از این، چون این دری یا جلد اون حیوانات بسیار کلوف بود. انگا بزرگانم الله، حالا دیگه من بعضی هاشو دیگه نمیتونم بخونم، فقط این برای نمونه میخوام نشونتون بدم. الان یه چند صفحه دیگه با این مثلا اینجا نگاه کنید، دوباره قلم فرق کرد. مثلا این قسمت صفحه اگر سمت راست اینجا رو نگاه بکنید که من دارم با موس نشونتون میدم، با قلم سمت چپ خیلی فرق داره. از نظر رنگ یکیه، اما اگر دقت بکنید تو سمت چپ کلمات رو کشیده، انگار با ضربه زده، ولی در
این یکی مثلا خلیل ابراهیم رو نگاه بکنید، اینجا خلیل الله خلیل ابراهیم رو نگاه بکنید، ناقص نیست. مثلا اینجا نگاه بکنید، اگه دقت بکنید کلمات مثلا این کل یا کل نگاه بکنید ناقص، اینجا ناقص، اینجا همه کشیده هست. اینجا ولی میبینی که یه مقدار تمامی کلمات یه حالتهای گوسی مانند، رقص مانندی داره. یعنی امروز حال هوای این نویسنده ما شاد بوده، روحش خیلی چیز بوده، ولی در روز قبل مثلا که اینو نوشته یه مقدار شاید بگیم که عصبی بوده، تند بوده، سریع بوده. فرقش حالا از نظر روانی میشه اینها رو هم دوستان مثلا در اینجا دوباره قلم فرق میکنه. دیوانه نظم ده، اینجا دیگه در مورد یا دیوان نظم ده، یعنی حالا اینجا در مورد نظم و شعر و اینها یه چیزایی میگه که باید خوند. دوستان هر چقدر که ما این کتاب ها رو بخونیم، تلاش بکنیم حداقل بخونیم، چشممون به نوع خط و شیوه نوشتار این عادت میکنه و یواش یواش از طریق خوندن چند صفحه چشممون وقتی عادت کرد، مغزمون وقتی عادت کرد، اگه برگردیم کلمات قبلی رو بهتر میتونیم تشخیص بدیم و میتونیم به راحتی بخونیم. بعد از مثلا فرض بکنیم بعد از 1 ساعت 2 ساعت مطالعه به راحتی میتونیم این کتاب ترکی رو که دستنویس هستش بخونیم. خود این یک تخصص دوستان. من به یکی از دوستان هم که حالا سر و سری با هم پیدا کردیم اخیراً، به ایشون گفتم که آقا من و شما در زبان خودمون بی سوادیم و تخصصی که در ایران یاد گرفتیم به درد دنیای بیرون از ایران نمیخوره، نه به درد دنیامون خورد، نه به درد آخرتمون میخوره. نه با این تخصصی که در ایران یاد گرفتیم میتونیم در خارج از ایران پول در بیاریم و زندگی بکنیم، نه اینکه برای آخرتمون یه کاری میکنه این تخصص. ولی اگر ما، شما و من، هر کسی که الان اینو گوش میکنه، بیایم تخصص بگیریم، یعنی بریم مطالعه بکنیم، یاد بگیریم این کتاب‌های خطی رو خوندن و اون وقت بیایم اینو تایپش بکنیم، میتونیم بفروشیم دوستان. میتونیم اینو از نوع حتی دستنویس بکنیم، دستنویس‌ها رو به عنوان دستنویس، یعنی تنسیخ، نسخه برداری بکنیم بفروشیم، یا تایپش بکنیم بفروشیم و یا چاپ بکنیم پول در بیاریم. میتونیم اینها رو به کتابخونه ها، این تخصص رو که ما میتونیم کتاب‌های خطی رو بخونیم به کتابخونه ها بدیم، بریم به کتابخونه ها کار بکنیم، بگیم آقا من این کتاب‌های خطی رو میتونم بخونم، مثلا کتاب خطی مثلا دوره سلجوقیان رو، غزنویان رو، یا قبل از اون یا صفویان یا قاجاریان رو میتونم بخونم، یا عثمانیه رو میتونم بخونم. در نتیجه مثلا من شنیدم در ترکیه 8 نفر زنده هستن که میتونن نسخ خطی دوره عثمانی رو بخونن. حالا شما ببینید که صدها کتابخونه در ترکیه هست، صدها بلکه هزاران کتابخونه هستش که کتاب خطی دارن نمیتونن بخونن. حالا شما برید اونجا مثلا کار بکنید. به نظرم این یک تخصصی که در عرض 6 ماه میشه کاملا یاد گرفت، کاملا میشه یاد گرفت و میشه پول در آورد، میشه زندگی کرد، میشه باقیات صالحات خودمون و پدرانمون بعد از مرگمون. حالا من برای اینکه روی این کتاب خیلی زوم نکنم، یه چند صفحه هم برم پایین، مثلا ببینم اینجا یه چیزی دشمن، مثلا اینجا همین کلمه دشمن رو اگه دقت بکنید، مثلا اینو باید خوند. حالا ما اگر یه مقدار این اطراف رو یه چند صفحه بخونیم کامل میشه، ولی من این دشمن رو اینجا زمیکه زلی دشمن نورده خلق ایدب اعلا. حالا گفتم که من اینو سری قبلم خوندم. این کتاب دوستان، aşıkların al canını viranelere cananını viranları cananını aşıga neyler جادوتنی عاشق نیلر. نگاه کنید مثلا دیگه من از اینجا به بعد متوجه میشم این وقتی عاشق می نویسه نقطه رو اینجا میذاره، یعنی گ کامل این
گاف کامل نمیاد بالا اینجاش، اینجا که گرده این کامل نیم دایره رو نمیاره، بلکه یه ذره اینو میار پایین و نقطه رو اینجا میذاره. مثلا نگاه بکنی از این به بعد من دیگه میتونم بفهمم که این عاشق رو اینجوری مینویسه نیلر جانوتنی. حالا مثلا جانوتنی اینجا نقطه نداره، حالا احتمالا این نقطه رو اینجا یه ذره اون بالای جان مثلا اونجا مثلا یه نقطه استر همادر جاناننی مین 310. مثلا این کتاب در 1310 اینجا رو نوشته، احتمالا هم وصالی شیخ وصالی، این شعر از شیخ وصالی هستش که اینجا آورده نوشته. البته این بالا هم یه چیزی نوشته توبخانه اون سکیزه، اینجا یه چیزی نوشته که احتمالا در 1228. نگاه این کتاب در خود این آدم دو تا تاریخ گذاشته اینجا، یکی 1228 هست که 18 اینجا یه ماهیه، میشه خوند حالا الان اگه بخونه این کتاب رو میفهمه. این کتاب احتمالا خود نویسنده این کتاب رو 1228 نوشته، نویسنده اصلی. این آدمی که اینجا دورش خط کشیده و اسم شیخ وصالی رو زده، در 1310 این رو به این کتاب علاوه کرده، خطش و دورش حاشیه کشیده که مشخص بکنه این کتاب از این نیست. پس این کتاب اصل دست نوشته 1228 نوشته شده، 1228 یعنی حدود 250 سال قبل، 220 سال قبل فرض بکنید که نوشته شده. ولی یکی هم، حالا این هم نمیدونم، این احتمالا من دارم میخونم 1210 یا 1310، احتمالا این 1210 باشه، چون که این دندانه وسط خیلی دندانه نیست که من بگم 30 هستش. در نتیجه خود نویسنده ممکنه که این رو نوشته باشه، یعنی کتاب رو در 1228 نوشته، ولی این شیخ وصالی این رو در 1210 گفته، یعنی 18 سال قبل از این که این کتاب رو بنویسه، دست نوشته رو بنویسه، این شعر رو وصالی، شیخ وصالی گفته بوده. حالا ایشون اومده اینجا اینو به عنوان چیز آورده. من این سری قبل که اینو گفتم احتمالا اینو ندیدم، در نتیجه اینجا رو عذر میخوام که ندیدم. اینم یک توفیقی شد که الحمدلله رب العالمین، یک توفیقی شد که اینو یاد بگیریم. 028 حالا اینجا هم به یکی اومده با احتمالاً کتابخونه داری چیزی اومده اینجا دوباره برای این قلم زده یه چیزایی نوشته. حالا میبینید دیگه اینو دیگه خیلی با اجازهتون من اینو دیدم، اینو سری قبلا فکر میکنم که خوندم، تکبیر. حالا این آدم در مورد تکبیر میخواد حرف بزنه، ببینیم چی میگه. الله اکبر قائم اولنگ محراب و منبر. مثلا من الان اینجوری میتونم بخونم، این منبر باید باشه. الله اکبر قائم اولنگ محراب و منبر. تکبیر، حالا من اینو ملی نمیتونم، منی اسلام رهبر الله اکبر الله اکبر. تکبیر الی ملی انی منی. تکبیر منی اسلام رهبر الله اکبر الله اکبر. Dinim bu dindir, Allah birdir, haktır peygamber. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber diyen o asker hem bir. Allahu Ekber derken o asker hem bir. Hem leyl müzlem hem mehr enver hem mehr hem
مهد هم فقیر بله بشه کامل نمیتونم بخونم. تکرار ادوبدر الله اکبر الله اکبر ذاتی بیر. ببینید قابل خوندن هست، میشه خوند، یه مقدار تلاش بکنیم. ولی اینجا مثلا با این صفحه اگر مقایسه بکنید، البته این صفحه هم اینجا جهان رو دارم میبینم یا بعضیا خیلی زیباست، اما اگر با اون قسمت رو نگاه اینجا این کلمات به نوعی به رقص در میاد. خود شعر حالت رقصی داره با اینکه در رابطه با الله اکبر و تکبیر و این هاست، ولی خود شعر هم آهنگین هست، حالت رقص داره و در این حال که آموزشی هست. مرحوم این شعر رو از یه مرحوم نوشته، یه آدمی که خدا رحمتش بکنه، محمد حامد احتمال میدم که از اون نوشته. جهان افسانه در آلدان ما باقی. مثلا نگاه کن الان من با این آلدان ما این م رو اینجوری می نویسه، حالا من در بالا یه چند جایی که خوندم مثلا اشتباه می خوندم، حالا یواش یواش این خط رو دارم باهاش آشنا میشم. به هر حال این کتاب خیلی زیبا در رابطه با یک کتابی در رابطه با عرفان. عرفان هم چی هست دوستان؟ عرفان سیل سلوک درونی ما از نظر روانی هست. چقدر به خودمون اعتماد داریم، چقدر میتونیم روی خودمون کار بکنیم، از نظر روانی خودمون رو چقدر تقویت میکنیم، از نظر روانی، از نظر درونی و فکری چقدر رشد میکنیم. اینها رو عرفان در اصل به ما چیز میده، علمیه، خودش یک نوع علمیه، نه علم تجربی قابل تکرار توسط هر فردی که عین نتیجه رو بگیره، علم فیزیکی نیست. این عرفان یک نوع شناخت درونی فردی غیر قابل تجربه توسط دیگران که به عین نتیجه‌ای که ایکس رسیده ایگرت نمیرسه، متفاوته. برای همین استادات با توجه به پتانسیل و ظرفیت هر کس بهش آموزش میده. ممکنه یکی 10 سال بره در اون خانگاه و معبد و مسجد و منبر و اینها خیلی ترقی نکنه، ممکنه یکی 1 ماه بره ترقی بکنه، مثلا استاد اصلا شگفت زده بشه. به هر حال اون یک نوع شناخته و اینو بهتون میگم، عرفان رابطه بین فکر، اندیشه و احساسه. شما احساس و اندیشتون تغییر میکنه و این تأثیر میذاره رو نوع زندگی شما در اجتماع. چون هر وقت شما ذهنتون تغییر بکنه رفتارتون تغییر خواهد کرد و رفتار شما در جامعه تأثیر میذاره. دعای پیغمبر یا رب نبی نوری ایله، اول و آخر نکیم وار هو ایمش، ظاهر و باطن نکیم وار هوایمش. اینم هوایمش میتونیم بخونیم، اینم هوایمش میتونیم. حالا من میم رو تشخیص میدم که این آدم میم رو اینجوری میتونه مینویسه، مثلا اون جایی که الان دیدم. مثلا این کلمه رو من نمیدونم که کلمه غلطه یا اینکه در گذشته یک کلمه بوده، ککله، ککده، یعنی این یکی از این هاست. مثلا اینو یه چند جا دیدم که شبیه این عین این، حالا نه که کوی اول کلده دوم رو، این چی هست؟ اینو باید یه مقدار آدم مثلا عین همین اینجا اومده، نگاه کنید عین همین حالت رو اینجا اومده، یا جو حقده چراغی کسیلر او عزیزا. حالا دیگه با اجازهتون من فقط اینو تا صفحه آخر برم، فقط آخرش هم نشونتون بدم. احتمال میدم که اینجا قلم ها خیلی فرق کرد، حالا دوستان احتمالا متوجه بشن. اینجا 1 و 2 خودش دوباره 1 و 2 زده، اینجا یه چیزی نوشته بوده روش خط کشیده، اینجا یه حساب کتاب هایی نوشته. استقلال ها
اینجا در مورد استقلال های چی هست نمیدونم. اعداد رو میشه اینجا آدم کتاب رو برگردونه بخونه و ببینه که چی هست. اینجا کتاب رو برگردونه برعکس نوشته، میشه خوند، میشه اینها رو خوند و کتاب زیبایی نوشت. حالا این کتاب رو معرفی کرده بودیم هفته گذشته. این کتاب یعنی جلسه قبل این کتاب رو معرفی کرده بودیم. کتاب چی بود؟ در رابطه با طب آغرلار درماندار. حالا من خیلی رو این کتاب چون جلسه قبل توضیح دادم خیلی الان روش چیز نمی کنم. شیخ احمد المعروف به جسیم یا جسم لطیف فراخ، بسم لطیف فراخ. حالا این کتاب اولش، حالا این اعداد رو اینجا میبینید. اینجا هم یک دارویی هست معجون زرد چاو. اینجا در مورد با اون صحبت کنه. بولدر تا ازلی رسم فلک هر کشی اتدوگینی بلسه گرک. اتدوگینی بلسه گرک. میگه رسم فلک از اول اینجوری بوده که هر کسی باید هر کاری که میدونه بدونه. حالا اینجا هم سری قبل گفتیم که یه دستور ساختن معجون زرد چاو رو داره میده. اینجا هم در رابطه با سطر 19 چی حالا اینجا هم هستش. این کتاب از اینجا شروع میشه دوستان. در اصل اینجا رو سری قبل اینجا رو خوندیم. بو حقیر فقیر پرتقصیر از سید الحاجی عبدالقادر المعروف به امیر خواجه کمانکش الاسکداری. بو کتاب ملکمدن اخراج دب الاسکدارده واقع و آل عتیق جامعه شریف شو شرط ایله وقف ایله دوم چه هر چیمه اقتضاء درسه رهن گویب. حالا اسم خودشو معرفی میکنه در اینجا که سید حاجی عبدالقادر بوده که معروف به امیر خواجه کمانکش اسکداری. اسکدار در استانبول یه محلی هست، در گذشته هم بوده هستش. میگه که من این کتاب رو از میان کتاب‌های خودم انتخاب کردم. ظاهرا خودش پزشکه، کتاب‌های پزشکی رو جمع کرده و این رو به در اسکدار یه مسجد یه جامعی بوده. جامعه در سری قبل گفتم در اسلام مسجد 2 تا مسجد وجود داره در قرآن، بقیه مسجد نیستن. حالا برعکس ایران که همه جا مسجد هر چیزی رو هر ساختمانی که میذارن برای اینکه عبادت بکنن اسمشو مسجد میذارن، در اسلام 2 تا مسجد بیشتر نیست. یکی مسجد النبی که در مدینه شریفه هست و یکی هم مسجد قدس هستش. به غیر از این مسجد در اسلام وجود نداره. حتی کعبه هم مسجد نیست دوستان. و بقیه جامع هست. جامع چیه؟ جامع دوستان در یعنی محلی که جمع میشن. در زبان عربی و در زبان ترکی در اصل به دانشگاه ها جامع میگفتن. جامعة النبی، مثلا یه دانشگاهی در مدینه شریف که در رشته های مختلف، در جامعه الازهر، جامعة الازهر مثلا دانشگاهی در مصر، قدیمی ترین دانشگاه جهان اسلام هم هست. فکر میکنم قدیمی تر از اون دیگه وجود نداره، فکر میکنم، مطمئن نیستم. حالا در نتیجه به مسجد در ترکیه جامع میگن. اون چیزی که در ایران بهش میگن مسجد در ترکیه و کشور عربی بهش میگن جامع. حالا این کتاب رو وقف اون جامعه کرده. آیا اون جامعه کتابخونه داشته، مسجد بوده یا دانشگاه بوده؟ من اینو نمیدونم، تحقیق نکردم ببینیم که این چی هست. حالا شرط شروطی گذاشته هر کسی که میتونه اقتضاشو داره، یعنی سطح سوادش میرسه این کتابو بخونه، برداره بخونه، به شرطی که دست کتاب رو ننویسه، پاره نکنه، اضافه نکنه، خط نزنه و اینا، دستکاری نکنه، این کتاب رو امانت داشته باشه و اگر خلالی به کتاب وارد کرد باید پولشو بده به اونجا. و اومده مهر زده این کتاب رو. این کتاب 138 صفحه است، در مورد طب بیماری‌های مختلف رو میگه. 48 بخش داره، 48 تا فهرستش رو می نویسه. اول فهرست ابواب داره. اول که باب
baş ve damağ ve şəqiqə ağrısı mütəəlliq olan əmraz dəvaləri babindedir. باب اول مثلا بخش اول یا فصل اول در مورد بیماری های سر، مغز، شقیقه و داروهای اون هست. در مورد امراضشه، مثلا بخش دوم، بخش سوم، بخش اینجا صفحه اومدیم چند، الان میرسیم به، فکر کنم که چی شد، چرا کار نمیکنه، آها اینجا 2 هست، این کتاب از اینجا، یعنی متن کتاب از اینجا شروع میشه، اینجا 2 زده، اینجا 3 و 3. آها حالا اینو هم بگم دوستان، این کتاب رو میبینی که از صفحه رو اینجوری باز کرده، عکس گرفته، از 2 صفحه عکس گرفته. این کتاب رو ببندیم، اینجوری ببندیم، این صفحه ها میاد رو هم. این مثلا یک صفحه است، اینجا کسی که این احتمال میدم کسی که اینها رو داشته عکس میگرفته، با مداد اومده اینجا نگاه بکنید، یک نوشته، یعنی تلاش کردید از 2 صفحه رو 1 صفحه حساب بکنه و شما اگه پرینت بکنید همینجوری میشه، یعنی 1 صفحه چاپ میشه. اینجا نوشته 2، یعنی 4 صفحه رو کرده 2، همینجوری. الان اینجا میگه که ببینیم حالا در صفحه باب 38. bab 40. 49. 48. bab. این 48. bab 8. bab یعنی 48. این 48 فصل داره این کتاب، در مورد بیماری های مختلف صحبت میکنه و بعد شروع میکنه به باب اول، اولچی باب اول، و در مورد بیماری های مغز و داروهاش داره صحبت میکنه. شما اینجا میبینید دارچین، هم بیماری رو با قرمز مینویشه، هم دارو رو، مثلا اینجا ابن سینا به ابن سینا اشاره کرده، اسمشو با قرمز نوشته، مداد قرمز، و اینجا به سفیان اشاره کرده، دوباره به قرمز نوشته. مثلا اینجا این اکر ان هر چی هست اینها رو نمیفهمه، این خیلی اومده، این اکر و اکر، بنفشه و گبگ و اینها رو با قرمز نوشته. کتاب با خط خیلی زیبا و قابل خوندن نوشته شده و به زبان ترکیه. حالا مثلا من آیه هایی هم درش هست، بعضا به آیه ها استناد میکنه، به دعا استناد میکنه و میگه که مثلا برای این بیماری این کار رو هم انجام بدید. یعنی علاوه بر این که داره دارو میده که از نظر فیزیکی انسان ها اینو بخورن خوب بشن، داره از نظر روانی هم بهش میگه که آقا شما باید این آیه رو بخونی، یه امیدی هم به جایی ببندی و از اون تقاضا بکنی که، یعنی تلاش میکنه در بیماران هم از نظر روانی هم از نظر فیزیکی در مقابل بیماری ها مقاومت ایجاد بکنه. اعتماد به نفسش رو از طریق بستن انسان به خدا و قرآن، اینو اعتماد به نفس ایجاد میکنه که من میخوام سالم بشم. اتفاقا یکی از کارکردهای دعا اینه، یعنی ما درسته که مثلا میگیم آقا نه این جادو و جنبل و دعا و نه، ولی این آدمی که میره این دعا رو، این کاغذ رو میگیره، بهش یه نوعی به اطمینان میرسه برای حداقل یه مدتی. حالا اینجا اومده در رابطه با منافع و مضارش هم صحبت میکنه. در سری قبل اینو توضیح دادیم. حالا کسی که این کتاب رو خونده یا خود نویسنده در حاشیه هم یه چیزایی نوشته که اینا هم جالب هست، در اینجا هم همین رو میبینید. حالا من اجازه بدید یه بخشی رو بخونم. مثلا اینجا کدر تحلیل ادر و هم گرنفیل و هم گرنفیل کزدکی اغشایی. حالا در چشم یه بیماری هستش که داره در مورد اون اغشا صحبت میکنه. میگه قرنفیل، حالا قبلش هرچی گفته، این میگه اینجا رو هم خط کشیده روش که این درست نبوده، حالا یا خودش کشیده، احتمال میدم خودش کشیده برای اینکه با مداد قرمز کشیده. اغشایی دکسلر توتیا گیبی ölse harirden و سبلی کدر منافع. حالا در مورد منافع صحبت میکنه. اگر فیروزی دکسلر، فیروزی حالا نمیدونم چیزی هستش دیگه، فیروزه هست، یه چیزی، هر چی هست نمیدونم. توتیا که بی
توتیا نمیدونم، اینم نمیدونم، یعنی اینا کلماتیه که پزشکی مثلا مثل سرمه هست چیه نمیدونم. کی ölse حریردن keçürüp حریر، حالا متوجه دارم میشم. نگاه کنید من الان به نظرم که این مثل تنظیفه، حریر مثل تنظیره. حریر خودش میدونیم که ابریشمه، احتمالا منظورش یک نوع تنظیفه یا یک نوع ابریشمیه که مثلا این مایعی که درست میکنید باید اینو صاف بکنید، از این تنظیف بگذره تا مثلا دیگه داخلش اون ذرات اون مایش بیاد بیرون، اون ذرات و خاکش بمونه و وارد چشم نشه. Həriden keçirib gözə çəksələr gözdə olan پرده کدر. حالا یه چشم مثلا یه پردی اومده اینجا گرفته، حالا مثلا نمیدونم مثل مروارید مثلا من نمیدونم مروارید اصلا چی هست، مثلا این اومده این چشمو گرفته، میگه حالا این داروهایی که گفته میگه اینها رو باید از یه سوزنک، یعنی یه چیزی که حریر، حالا اینجا گفته حریر دیگه، از یه پارچه مثل تنظیف و ابریشم عبور بدید، این خاکسترش بمونه، اون آب و مایعی که میاد بیرون اون رو اگر به چشم توتیا بکنید بزنید، حریرden geçirip göze çekseler gözde olan perde gider. اگر اون رو به چشم بمالید اون پرده‌ای که در چشم است از بین میره. منافع، حالا این چه منافعی داره؟ اگر کافوردن bir dirhem içseler، اگر 1 درهم از کافور رو بنوشند، uygunu az elia، خواب رو کم میکنه. منافع، حالا این اکر گفتم نمیدونم چیه، این چیه، tümlan suyun gözü çekseler cela ile یا جلا ایله، میگه اگر این تملان چی هست نمیدونم، میگه اگر این رو مثل سرمه سویون، آب این رو سویون، حالا سو رو هم اینجا آب رو هم سو، کلمه سو رو هم با ساد نوشته نه با سین، suyun göze çekseler tecella eyler، gözü güzel eder، زیبا میکنه. حالا داره هی در مورد اینها صحبت، مثلا اینجا اگه بریم مثلا یه چند صفحه پایینتر دوباره من یه جایی رو بخونم، این آدم مهرش، حالا خطش عوض شد دوستان نگاه بکنید، اینجا خطش میاد، در این صفحه یهو این صفحه عوض میشه، نوع مداد و خط عوض شد. نگاه بکنید، حالا شما میتونید حتی اینجا با این صفحه و این صفحه اینجا دیگه عوض میشه، یواش یواش میاد پایین، از اینجا میاد پایین دیگه، از اینجا از این منافع، از اینجا فکر میکنم دیگه کاملا داره عوض میشه. احتمالا یکی دیگه مینویسه این کتاب رو. این کتاب گفتیم 138 صفحه هست، به زبان ترکی هست. حالا چرا اینو دارم، سری قبلم در مورد این یه توضیحی دادم، برای همین نمیخوام اینجا خیلی طولانی بکنم. اجازه بدید میخوام برم آخر این کتاب رو نشون بدم و روی کتاب بعدی. آخر این کتاب رو چرا میخوام نشونتون بدم؟ برای اینکه سری قبل متوجه شدیم که این آخرش 2 صفحه رو به فارسی نوشته. این هم چیز جالبی بود که در این کتاب دیدیم. غایت مجربدن حب استمخیگون، این حب بلغمهای فاسد را از تن فرو دارد و معده و احشام را گرم کند. صفتش ینفی. حالا این از اینجا به بعد تا اینجا ترکیه، از اینجا به بعد این کتاب این 2 صفحه 3 صفحه احتمالاً 3 صفحه، بله 3 صفحه کاملا فارسی نوشته و اینجا دوباره ترکی میشه صفحه آخر. حالا این کتاب تاریخ نداشت، من ندیدم. البته اگر این کتاب رو هم آدم، من فکر کنم که این کتاب ارزش اینو داره، دقت بکنید ارزش اینو داره که مثلا اینجا یه دارو رو دیدم، اجازه بدید اینجا سکته، در مورد سکته داره یه چیزی میگه، حالا این بالا هست اینجا سکته و در مورد اون داره صحبت میکنه.
اما اینجا یه دارو چرک اوتو، زنجبیل، دارفلفل، گرنفل، از هر کدام هم یه درهم. مثلا این عدد درهم عدد 20 20 درهم 5 درم. ما درهم نمیگفتیم، درم میگفتیم در تبریز، نمیدونم حالا این درهم احتمالاً دیگه 3 و این 3. حالا اونجا این، حالا اون یکی کتاب بود دیگه، میخواستم بگم که اون کتاب که تاریخ خوندیم 3، اینجا دندانه ها کاملا مشخصه، اونجا دندانه کامل مشخص نبود، احتمالاً همون 210 بود. اینجا مثلا فلفل 3 درم، دارچینی 3 درم، soğan tohumu 3 درم، کبابه 3 درم، زعفران 2 درم، tıplak 5 درم، havuç tohmi 5 درم، خلنجان 3 درم، müsteki یا müsteni 2 درم، شاید می 7 باشه 7 درم، cüz یا ceviz 3 درم، könlen ya könlen olacaktı 3 درم، leker 3 درم. حالا مثلا این یک دارو رو داره میگه مخلوط میکنید و یه دارو میسازید. حالا چی میخواستم بگم؟ میخواستم بگم دوستان، اگر این کتاب رو یکی که خود من علاقه‌مندم مثلا اینو پرینت بکنه و بعد شروع بکنه به خوندن، من فکر میکنم که میتونه بره طب سنتی رو بهتر از اینا که الان دارن در اینستاگرام و این ور اون ور دارن کار میکنن کار بکنه و پول در بیاره. البته واقعا این کتاب رو خوب بخونه، بفهمه و در این حال تلاش بکنه که علمیش بکنه. حالا از همین نویسنده یک کتاب دیگه بود که حالا من وقتی این کتاب رو جلسه قبل معرفی کردم، این دوستمون جناب آذرباش اومد و یه متنی رو زیر این کامنت این ویدیو نوشت که آقا تا الان این 4000 کتابی که حدود بیش از 4000 کتابی که در آپلود کرده، 80 کتاب، بیش از 85 کتاب در رابطه با طب بوده و شاخه‌های مختلف طب. این خیلی جالبه، یعنی به زبان ترکی 85 جلد کتاب تا الان آپلود شده. تو این از این 4000 بیش از 4000 کتابی که آپلود شده، 85 کتاب مربوط به پزشکی بوده، رشته‌های مختلف پزشکی هم بوده که ارزش خوندن داره. حالا این دومین کتابی که دارم می‌نویسم، همین صفحه اولش که دارید می‌بینید کتاب رو جلدش رو باز کردن، یعنی داخل جلد الان صفحه اول دوم معمولا به جلد میچسبه یا چیزی، اونو داره نشون میده. الان دوستان می‌بینید علاج طاعون نوشته، مثلا اوراده یا اورا این اورامه هست، هرچی از علی، علاج طاعون، گرداشگانه تلمه اوله، این خون برادر چی هست سرکه 3 درم. این اون بوده که تلمه اوله نمیدونم تلمه یعنی چی، گفتم این تخصصیه دیگه دوستان. من هم در خوندن ترکی مشکل دارم، هم در خوندن دستخط مشکل دارم، هم تاریخش مشکل دارم، هم با زبانی که این لهجه‌ای که نوشته شده، و هم تخصصیه. در نتیجه از من نخواهید که کتاب بخونم، من کتاب نمیخونم، من فقط میخوام بگم که آقا این کتاب به ترکی هست، برعکس اون چیزی که به ما گفتن این کتاب به ترکیه. حالا این کتاب رو یه مقدار بیشتر توضیح میدم. Bu حقیر فقیر پرتقصیر از سید الحاجی عبدالقادر المعروف به امیر خواجه کمانکش الاسکداری bu kitab müstetabi mülkümden ihraç edip Üsküdar'da valide Atik Cami şerife şül şartıyla vakf eyledim ki talebe علومیدن هر کیم طلبه علومیدن. حالا در مورد یه طلبه داره یعنی طالبان علم داره صحبت میکنه. هر کیم اقتضاء در ایسه رهن گوی و یا خود کفیل
مالی ایله، اینجا مثلا مالی میتونم بخونم، کفیلی، مالی ایله، verilip ta qiraəti tamam ölüncə hifz edib nişan için kağızın bu keminə bu kimə kağızın bu bölünməyə kağızın bölünməyə اینجا که خونده نمیشه، احتمال میدم که این نون خونده میشه. bölünməyə یعنی کاغذش رو خراب نکنه و cildin sökmeye آره اینه kağızın bükmeye خیلی عذر میخوام کاغذین bükmeye یعنی کاغذش رو تا نکنه، کاغذ کتاب رو صفحه رو تا نکنه چون پاره میشه به تدریج. چقدر زیبایی نوشته kağızın bükmeye cildin sökmeye جلدش هم باز نکن یعنی چیز sökmak یعنی مثل اینکه ساختمون رو داری تخریب میکنید. خب این جلدشو از کتاب نکنه. sökmeye و uşaq əlinə verməyə و به دست بچه نده و تبدیل و تغییر etməyə و در متن کتاب تغییر و تبدیل ایجاد نکنه. اون حالا اینجا باید من اینو بفهمم که اکر یعنی حالا اینجا اکر خونده نمیشه. ön şart ile مثل اینکه این شرط اون شرط ile این خونده مثل اون آن میتونه باشه. اون شرط ile yani bu şartlarla birinin خلافی ظهور ederse اگر فرض عذر میخوام این باید اگر باشه. اگر شرطlerin birinin خلافی ظهور ederse اگر اون شرطایی که بالا گفتم یکیش دیده بشه تضمین ölüne باید تضمین بشه یعنی از نظر مالی جبران بشه. برای اینکه کتاب خیلی گران بود. الانش هم همینطوره. من در کانادا یک کتاب امانت گرفته بودم، بعد مریض شدم. چی شد؟ این کتاب 3 هفته نتونستم در اون فرصت که به من گفته بودم ببرم، 3 هفته مون دستم اضافه. وقتی رفتن 2 برابر پول کتاب از من پول گرفتن. 2 برابر پول کتاب به خاطر 3 هفته. یعنی میرفتم یک کتاب میخریدم 2 برابر ارزونتر در میومد. یعنی مثلا برای فکر کنم که هر روز مثلا فکر کنی که $1 $2 $3 اینجوری جریمه کرده بودن برای هر روز. مثلا کتاب فرض کنید بود فکر میکنم $15 مثلا یا $20 این مثلا $40 $50 از من پول گرفتن. تضمین ölüne یعنی اون تضمین اون خسارت باید جبران بشه. تضمین ölüne فمن بدله بعد ما اسمه فمن بدله بعد میگه از اون خسارتی که داده اونو باید بدلشو بده. ما اسمه فانما اسمه علی الذین یبدلونه و اگه گناهی هم داشته باشه برای اونیه که این کارو کرده تغییر کرده. نظم کریمی فهم اینجا اسم اولی اینجا شد دیگه نتونستم خوب بخونم. حالا این همون آدم پزشکیه که کتاب قبلی رو معرفی کرده بودیم. حالا این کتاب رو دوباره داد، مهرش هم این پایین زد، 450 رو هم اینجا نوشت، یکی دیگه نوشته با همین قلم البته هستش، با همین رنگ هستش. اینجا هم یه چیزی نوشتن که خیلی نمیتونم بخونم ولی 470 ضرب در 140 1000 ببخشید 103 ضرب در 97 یه چیزی هم اینجا نوشتن که باز نمیدونم چی هست. اینجا هم مستبعات عشره یا متبعات نمیدونم این یه چیزیه دیگه. مستبعات عشره اینجا هم فاتحه شریف، آیت الکرسی، قل یا ایها الکافرون، قل اعوذ برب الفلق. این متبعات حالا مستبعات عشره چی هستن؟ اینها رو داریم. اخلاص شریف، آیه سوره اخلاص، فاتحه شریف، سوره فاتحه، آیت الکرسی، قل یا ایها الکافرون، این سوره قل اعوذ برب الفلق، این قل اعوذ برب الناس. حالا چند تا شد؟ 1 2 3 4 5
این آلته سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم صل علی سیدنا محمد عبدک و نبیک و حبیبک و رسولک النبی الامی و علی آله و صحبه و سلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. حالا رحمت رو برای هم زنده ها میخواد هم برای مرده ها. اللهم افعل بنا و بهم عاجلا. و حالا اینجا داره در مورد یه چیزی صحبت میکنه که از نظر شرعی لغت داره در دین. چیه عشره هست نمیتونم بخونم اینجا. اینها رو میخواد بگه که حالا اینها مهمن، اینها رو میاره. بعد اینجا دوباره زل الله لا اله الا اکتبتا حالا این دیگه خیلی هم کج میشم نمیتونم بخونم. اینجا وقتی از بخش عربی رد میشه بل ağrısı üçün، اینجا رو دارم این بالا که کج نوشته بالای کتاب، اونجا رو bel ağrısı üçün kırmızı biber dirhem 20 dirhem kırmızı biber. فلفل قرمز 20 درهم برای بیماری پشت bel ağrısı üçün. افیون 2 درهم، 2 درهم افیون احتمالاً تریاک باشه یا شیره تریاک باشه، نمیدونم، یکی از اینا باشه. سرکه درهم نمیدونم چند درهم. سرکه 40 درهم، 40 درهم sirke. Cümlesini bir sahne içinde gülünce ginaya میگه که در یک صحن احتمالا یه ظرفه، اسم یه ظرفیه، نمیدونم چه نوع ظرفیه. میگه که همه اینها رو جملسینی، همه اینها رو bir sahn içinde در داخل یه حالا بگیم ظرف gülünce احتمالا تا گینیجان گینایه یعنی جوش بزنه. Bir bire yayıp bir beze yayıp beline koya. میگه که روی یه bez پارچه، روی یه پارچه بماله بذاره پشتشون درد. beline koya 24 ساعت 24 ساعت. ببین در اون زمانی که این کتاب رو می‌نوشت ساعت وجود داشته. میگه که در 24 ساعت دوره جک. حالا 2 دفعه ایده داخل ایده. میگه که 3 بار باید اینو بذاره. اولین بار که اینو گذاشت داخل یعنی علاوه، 2 بار دیگه هم این کارو بکنه دروزاق آقا پا میشه میره، دردش کم میشه. مثلا این یه بیماری بود که اینجا خوندیم، حالا باید دید چی میشه. حالا هاذا رساله طب سیاهی علیه الرحمه. من وقتی این کتاب رو دیدم اسم کتاب طب سیاهیه، 166 صفحه است. تاریخش هم ببینیم چی هست، حالا اگه تونستیم ببینیم خیلی عالی میشه. ولی ظاهرا سیاهی اسم میگه که آدمه. من نمیدونستم، حتی مثلا به نظر خودم مثل اون بعضی از مصححان گفتم که این احتمالا سپاهیه، ولی نه، سیاهیه، اسمش سیاهیه. یه آدمی هست به نام سیاهی، یه کتابی نوشته به نام طب. این آدم یا از روی اون نسخه برداشته یا اون کتابو خریده، ولی به ترکیه. الهی حکمت اسی محتشم، حکمت اسی محتشم. حالا اینجا 3 هست، چی هست نمیتونم، حکیم و بی اجازه بدید اینجا رو نمیتونم بخونم، بریم جلوتر. اومده اول شعر، با شعر شروع میشه. اینجا شعر، این صفحه هم شعر در مدح پادشاه عالم پناه، در مورد در مدح و ستایش پادشاه عالم پناه. در کتاب قبلی نداشت، در اینجا داره. بس اندر پسند نشکرنه
سلطان جنابان سرآغاز دم مدینه شاهان. نظامی عالمن سلطان دوران شهی اقلیم 7 آل عثمان. عدالت معدنی سلطان احمد اله تخت عدالت uzun سرمد. اولا، همین الان ما داریم میگیم اولا تخت عدالت uzun سرمد. حالا این کتاب رو در عهد سلطان احمد عثمانی نوشته. حالا میشه تاریخشو در آورد که سلطان احمد در چه سالی میزیسته. این کتاب در اون سال نوشته. Draz olsun cahanda ömrü anın, duası budur rebaye o kedanın. ربای دوستان عالمان دین یهودیت رو ربای میگن. من مثلا این لغت رو تو کانادا یاد گرفتم. اگه تو کانادا یاد نگرفته بودم، اسم یه مغازه است ربای، مال این جهود هاست، یهودی ها. یعنی یا مثل مولا در یا آیت الله در اسلام، این ربای در یهودیت یکی از این دو معنی داره، یا آیت الله هست یا مولا، نمیدونم، یکی از اون هست. حجت الاسلام مثلا در این، یعنی یه لقب دینی ربای. حالا احتمالاً این نویس سیاهی یهودیه، احتمال میدم. در عثمانی داره زندگی میکنه، به ترکی مسلح، یعنی مجبوره ترکی یاد گرفته، برای اینکه ترکی زبان علم، زبان سیاست، زبان حقوق، زبان زندگی، زبان اقتصاده در تمامی سراسر عثمانی. همونطور که در قاجاریه، در صفویه، در غزنوی، در سلجوقی و همینطور که در تا همین الانش در ایران زبان مردم عادی، اکثریت مردم به این زبان صحبت میکنن و اونایی که با این زبان زاده نشدن این زبان رو یاد میگیرن در کوچه و بازار، برای اینکه اکثریت با ترکا بوده و هست، هنوزم هست. حالا ربای و کدانین، این کدانین احتمالاً یک دیگه از همین دینی و اینجور چیزا باشه. وره kökün muradini anın Allah وره kökün muradini anın Allah، مراد اون رو خداوند بده. همیشه شاد و خندان olsun اول شاه، همیشه شاد و خندان باشه اون شاه. اول اینجا اول نیست دوستان، این اول او به معنی او می اومد. یعنی در گذشته این چیزی که الان در فارسی به او میگن، او، من، تو، او، این او در ترکی از ترکی رفته به فارسی و در ترکی قدیم اول، شل، شو، او، بو. حالا در آذربایجان او شده بو، او هم هست، او، بو، شو، من، او، بو، او. دعا من yurdur senden ilahi، دعا من yurdur senden ilahi. این چی هست؟ چی میتونه باشه؟ دعا من yurdur senden ilahi عدوی غالبت اول پادشاهی. حالا اینجا دیگه این کلمه رو نتونستم بخونم، بقیه رو خوندم. عدو، دشمن، غالب کن این شاه رو به دشمنان. دوباره این شعر ادامه داره در بیان سبب تألیف کتاب. حالا شعر میگه در اینجا در مورد علت کتاب، برای اینکه تغییر و بنده داعی و مسکین کتابی başladım bin mağa şulhin.
yazmağa şulhin. Kitabı başladım yazmağa şulhin. Misri'de sakin oldum nice yıllar. Okudum ilmi tibbi ende ekser. میگه که این بنده فقیر داعی و مسکین کتاب başladım yazmağa این کتاب رو شروع کردم به نوشتن همین حالا. مصر'de ساکن oldum neçe il در سالها در مصر ساکن شدم. okudum علم طبی آنده اکثر در اونجا علم طب رو خیلی زیاد خوندم. بکا استادم bana استادم etti سعی و همت okudum neçe yıllar علم و حکمت. میگه استادم برای من خیلی همت گذاشت سعی و همت روم گذاشت. okudum من هم خوندم سالها neçe yıllar علم و حکمت علم و حکمت رو خوندم. یعنی در اون زمان یه کسی که میخواست درس بخونه دوستان هم ادبیات میخوند هم پزشکی میخوند هم ستاره شناسی میخوند هم فلسفه میخوند هم منطق میخوند. هر علمی که در اون زمان بود باید اونها رو میخوند تازه میشد اگر اجتهاد میگرفت. یعنی اجتهاد دوستان یعنی کسی که میتونه خودش حالا به تنهایی کار بکنه. مثل الان مثلا دکترا یعنی آدمی که یه فکر جدیدی میده و میتونه خودش به تنهایی فکر را بیافرینه و فکرش ارائه بده. ولی مثلا لایسنس یعنی این لایسنس هایی که ما مثلا لیسانس میگیم لایسنس این لیسانس این چیزه مثل تیم هورتون مثل یه شعبه ای از یه جاییه. یعنی اون فقط میتونه نقل قول بکنه از کتاب ها. میدونید این هم اینه. یعنی مثلا وقتی من لیسانس میگیرم یا شما لیسانس میگیرید اجازه نمیگیرید که برید از سر خودتون یه فکر تولید بکنید. شما باید نقل قول از اونها بکنید. بگید که من از اونها اجازه دارم که این کارو مثلا این کارو میتونم انجام بدم. ولی در همون اما مثلا دکتر باشید یا مجتهد باشید یعنی که خودتون میتونید ایجاد بکنید یه فکری رو یه روشی جدیدی رو ایجاد بکنید. یه لایسنس نیست. یعنی شما خودتون به یک جایی رسیدید. حالا این آدم ببینیم چی میگه. شو رسیم سعی دوب شو رسmi سعی دوب çalışam oldum buyurmuştu حبیب فخر عالم. حبیب فخر عالم پیغمبر اسلامه. فخر عالم اون گفته بود که منم داشتم سعی میکردم. میگه به فرمان همون پیغمبر منم داشتم تا اینجا نشون میده که حالا فخر عالم اگر اشتباه نکنم اینجا نشون میده که این آدم سنی یهودی نیست. حالا اینجا یه حرفی گفتیم که باید پس بگیریم. کدر شول چیشی یا علم ابدان کدر شول çişiye ilmi abdan anınla hasıl olur ilmi adyan. میگه کدر شول چیشیه علم ابدان میگه اگر یک انسانی کشی در زبان ترکی به معنی مرد نیست. کشی در زبان ترکی به معنی انسانه. زن و مرد هر دو. کدر شول کشیه علم ابدان اگر یک انسانی علم بدنها رو یاد بگیره اونun حاصل olur علم ادیان. میگه همین که بدنها رو یاد بگیری شما علم ادیان رو هم یاد میگیرید. اونun مثلا الان دیگه من متوجه شدم که اینجا خیلی به معنی نون داره میاد بیشتر. Onunla hasıl olur ilmi adyan. Bu sözün manisiyle amil oldum. Okuyup ilmi tıbbe mail oldum. میگه با این söz bu sözün این پیغمبر که گفته بود کشیه علم ابدان ارگشته اگه علم بدن ها رو یاد بگیره علم ادیان رو هم یاد میگیره حاصل میشه خودش. میگه بر اساس این حرف معنیله bu sözün معنیسیله عامل oldum. من به معنای این سخن عمل کردم. عامل oldum یعنی işledim به کار انجام دادم. okuyup علم طب مایل oldum. okuyup خوندم و به علم طب علاقمند شدم.
مکر و امریدی بروستاد کامل، مگر وار مکر و امر ایدی bir استاد کامل، مصر چینده ساکن ایدی حاصل. میگه که حالا یک کلمه رو اونجا من و امر ایدی، حالا من و امر شاید اینجوری باشه، بر استاد کامل، شاید هم اسم امر نمیدونم حالا این چیه، متاسفانه نمیدونم. بر استاد کامل، یه استاد کامل وجود داشت که مصر چینده ساکن ایده حاصل، اون در مصر ساکن بود، یه استادی بوده که این در ولی بغدادی دی اصل آن کلمه آن در زبان ترکی بوده، الان رفته فارسی. ولی بغدادی ایدی اصل آنون، اصل این استاد بغدادی بود، در این حال که در مصر بوده. یریnden ایدی برج olayının اولیانın birçi اولیانın yerinden ایدی، میگه از اصلش بود bir neçe اولیانın، چند اولیا از اونها بود. حالا این دیگه ادامه میده که چرا این طب رو یاد گرفته و اینا دیگه، اینم بریم جلوتر. طب علمinin بیانیdir. اینجا هم حالا این آدم مثل که فقط با شعر می نویسه این کتاب رو، بیماری ها رو، من اینجوری دارم میبینم. در بیان 4 فصل و احکام آن، در مورد 4 فصل و اینها داره اینجا صحبت میکنه. کل ای bu ilme aşık talip olan، فکر کنم gel ey bu ilme aşık talip olan، atibba sözlerine rağib olan، eşit ahkamını her faslı çarın، her faslı çarın، bel amdi hükmünü اول بهارın. حالا اول بهار رو داره میگه. bu فصل olduğu طبیعی خارو، حالا اینجا دیگه نمیتونم بخونم، bu فصل içinde olur گان غالب، در این فصل خون غالب در بدن. حالا این در طب قدیم به خون خیلی بیشتر، یعنی بدن رو باد و اینها در نظر میگرفتن که در بدن حرکت میکنه، خون هستش و اینا، و به هر حال اینها رو میگه. bugünlerde kan öldürmek revadur. Kan aldırmak revadur. میگه که aldırmak در بهار گرفتن خون روا هست، جایز هست. چی میگفتن؟ اینجوری با یه چیزی تیغی خون گرفتن، یه استکانی چیزی رو بادکش میگن مثل این که در فارسی. آتیش روشن میکردن، داخل این ظرف میگرفتن، بعد این ظرف رو میذاشتن داخل روی پوست بدن انسان و این هوا مکش میکرد این پوست رو، بعد روی این با یه چیز تیزی مثل تیغه یه خطایی میکشیدن، خون میومد. حجامت پیدا کردن. این در مورد حجامت الان اینو میگه. و هم مسهل bu مسمره سزادور، همین که مسهل هم bu موسمده سزادور، در این فصل اونم سزاواردور، یعنی سزا هستش که مسهل یه چیزی که برای اسهال ببره انسان رو، میخواد تخلیه بکنه. احتمالاً به خاطر اینکه از زمستون خیلی فعال نبوده انسان، حالا که بهار اومده، این به خاطر گرمای هوا، زنده شدن زمین و اینها، خون بیشتر حرکت میکنه و اون تنبلی بدن هم الان باید مسهل بخورید یه مقدار این روده ها خالی بشه. و نمیدونم، محل دور خشک و سرد اولن ادالر. حالا این همین چیزی که من گفتم رو داره میگه، محل دور خشک و سرد، میگه که
هم خشکه و هم سرده. olan adalet münasiptir yiyerler ani اکثر که مناسبه که اکثرا اینو بخورن. حالا این چی بوده که بخورن اینو نمیدونم. فسادیدن رفت ایدن گانن تعامی ییرler آنه هر gün صبح و شامی. میگه برای اینکه از فساد خون جلوگیری بکنه هر صبح و شام باید اونو بخورن. حالا دارید میبینید که این با شعر داره بیماری ها رو بیان میکنه. نبض tutmasının طریقی بیانıdır. نبض tutmasının طریقini بیانıdır. اینجا هم با شعر میاد چجوری نبض رو بگیریم. اینجا هم ت رو tutması رو با توی دسته‌دار توتی نوشته. طریقینی بیانıdır. جالبه. حکیما نبزه ölsen al koymalı. Hakima nebze ölsen el koymalı. Öle şişten şiden olkun hasta hali. Hakima nebze ölsek ölçmek احتمالاً برای اینکه نبض اندازه بگیرید ölsek ال koymalı. دست تو بذار روی نبض و اندازه بگیر. اینجوری öle şişiden ölünün خسته خالی ölkünün خسته. میگه که از 6 چیز اون باید خسته، اون بیمار خالی میشه. حالا اینم دوباره داره ادامه میده. گاروره علمین بیانıdır. گاروره فکر میکنم هم گرگره کردن باشه. بیلمم درسک اگر گاروره علمین. اوکی. خیلی جالبه. اینو باید آدم بخونه، یاد بگیره. چقدر زیبا، ببینید چقدر قدرت. حالا دوستان چقدر قدرت ترکی زیاده که میاد بیماری های تخصصی رو تبدیل میکنه به شعر. حالا شما در زبان فارسی بیاید پزشکی رو به فارسی بنویسید. نمیگم نیست، احتمالاً اونجا هم جدیداً در این 100 سال اخیر نوشته باشن، ولی به 200 سال 250 سال اخیر، به 500 سال برید ببینید به فارسی مثلا یک کتاب در مورد چیز هست. من مثلا حالا اینی که الان دیدم یادم افتاد. من وقتی در حوزه علمی داشتم درس میخوندم یک کتابی بود در مورد منطق و فلسفه. این آیت الله نبود، بنده خدا آیت الله نبود، یک کتابی نوشته با شعر آموزش میداد فلسفه، منطق و فلسفه رو. حالا اگه یادم بیاد اون الان یادم عربی بود، ولی اون اگر اشتباه نکنم عربی بود، شایدم اشتباه میکنم فارسی بود، یادم نیست. حالا نه اسم اون عالم یادمه، فقط میدونم ترک بود، اونم ترک بود. و اولین کسی، حالا اینم بگم اگه دوستان خواستن کمک بکنن بعدن، اولین کسیه که اومد گفتش که آقا چون فلسفه و منطق و فلسفه لغتهاش یونانیه، برای در جهان اسلام باعث شده که این علمو زیاد توجه نکنن بهش، باید این رو بومیش کرد و این اومده لغت سازی معادل انجام داده. فکر می‌کنم عربیه، اگر یادم نیست. حالا می‌خواستم یه مغنی دیدم، نه مغنی نیست، کتاب مغنی است، لباب الباب، نه اونم نیست. به هر حال میخوام بگم که زبان ترکی دوستان چقدر قدرتمند بوده. حالا دوستان الان احتمالاً بعضی از دوستان میگن آقا این مربوط به ترکی عثمانی، ترکی آذربایجانی نیست. آقا ببینید، عثمانی ها از آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل رفتن، یعنی اینها مردمان اصلی اردبیل و اینا هستن. از اینجا زبان ما، زبان علمی اون دوره عین هم بود. حالا در اون دوره 90% کتاب ها، 95% کتاب ها در عثمانی و در صفویه و در قاجاریه و دوره نادرشاه افشار و در بعد قاجاریه و اینها به زبان ترکی نوشته میشد.
چون زبان ترکی زبان، حالا استاد بزرگی داریم جناب دکتر ضیا صدرالاشرافی، واقعا استاده و من معتقدم یک کتابخانه زنده است. یعنی ای کاش ما یه دولتی داشتیم که میگفت آقا بیا کتاب‌ها رو بخون برای ما. یعنی این آدم کتاب‌ها مغزش صدها کتاب، هزاران، ده‌ها هزار کتاب اینجا هست. صفحه‌هاش هم، یعنی ذهن ایشون من فکر می‌کنم که یه ذهن عکس برداره، یعنی همه کتاب‌ها رو اسکن می‌کنه، حافظش نگه می‌داره. اینقدر ذهن قوی داره. و اگر ما یه دولت مستقلی داشتیم، یه بودجه میذاشت، من فکر می‌کنم که ایشون بسیار از کتاب‌ها رو برای ما می‌خوندن و تصحیح می‌کردن، خیلی عالی می‌شد. ولی حالا چی می‌خواستم بگم؟ می‌خواستم بگم که زبان ترکی، ایشون میگه که در ایران، در تاریخ ایران، این جایی که ایران خونده میشه، ایران که یک کشور جدیدی از سال 1304 به بعد 14 به بعد کشوری به نام ایران ساخته شد. قبل از اون ایرانی وجود نداشت و در تاریخ هم کشوری به نام ایران وجود نداشت. یا تحت اشغال یونانی ها بود، سلوکیان، یا ترک ها، عرب ها بود، یا ترک ها بود. همین، یعنی اشغال که نگیم، یعنی تحت حاکمیت اینها بود دیگه آقا جان. یعنی 500 سال سلوکیا، 400 سال سلوکیا اینجا بودن، یعنی خاک مال اونا بوده. 400 سال ایرانی هم اگر اسمی هم بوده رفته بوده، هیچ چیزی هم نداشته. بعدش هم که عرب ها میان 400 سال اونا هم بودن، بعدش هم ترک ها میان 1000 سال اینا بودن. کجا ایران بوده؟ و بعد هی اشغال میشه، یعنی یه پادشاه قدرتمندی میاد، استراتژیش قویه، میتونه نیرو بسیج بکنه، این خاک رو بیشتر میگیره. کجا اینجا ایران الان؟ و یا بعضی وقتا دیگران میان اشغال میکنن، مثل عرب ها، مغول ها، روسیه میاد اشغال میکنه و این کوچکتر میشه. یعنی چیزی به نام ایران ثابت و دائمی وجود نداشته. این جدیدن روی یه خاکی که الان وجود داره، تازه از زمانی که اسم ایران رو در 1313 روی این گذاشتن، 1314 رسمی شد، از اون زمان تا الان هم این خاک هی کوچیک شده و اینها رو نگفتن که رضا شاه و محمد رضا شاه چقدر از این خاک ها رو از دست دادن و جمهوری اسلامی چقدر از این خاک رو از دست داده. حالا بعداً متوجه میشید که جمهوری اسلامی با 8 سال عراق جنگ کرد و بسیار از خاک ایران مون دست عراق. حالا اونجا میگه آقای دکتر ضیا صدرالاشرافی یه تزی رو معرفی کرد، گفت آقا ایران در تاریخ ایران من با این قسمتش گفتم مخالفم با نظر ایشون. نظر ایشون چی بود؟ ایشون میگفتن که در تاریخ ایران 3 تا زبان وجود داشته. قبلا مثلا فلان و فلان بوده، بعد از اسلام بوده، ترک بوده و فارسی بوده. من اینو قبول ندارم. میتونیم بگیم که در یکی از رشته هایی که شعر هست، کتاب فارسی هم نوشته شده، اما کتاب ترکی و کتاب عربی، یعنی زبان ترکی، زبان عربی، زبان سیاست و علم و چیز مشترک بوده، ولی زبان عربی بیشتر زبان دین بوده، زبان علم بوده. زبان ترکی علاوه بر زبان علم و دین، زبان فلسفه و علم، زبان سیاست و اردو هم بوده. آقای دکتر ضیا صدرالاشرافی میگن که زبان اردو، زبان لشکر سپاه ترکی بوده، زبان ادبیات، زبان دیوان یعنی دولت، کارمندان دولت عربی فارسی بوده، زبان دین و فلسفه و علم عربی بوده. اینجوری من با این مخالفم. این نشون میده، این کتاب ها نشون میده. حالا اینجا با استاد خودم مخالفت میکنم، من با تعظیم به ایشون من با نظر ایشون مخالفم، برای اینکه زبان ترکی زبان شعره و زبان شعر تخصصی هم هست. یعنی یک علمی رو مثل پزشکی و دارو میاد با این زبان چی میکنه؟ توضیح میده. معجون لغازی اینسه. حالا این قرمز اینجا نوشته، میخواستم اینو بخونم ببینم این چی هستش. الا ای طالب حکمت olan yağmur yüzün bir töhfe macun ettim izhar. Yağmur
حالا شعر دیگه این الا ای طالب حکمت olan یامر yüzün bir töhfe macun ettim izhar. این میشه احتمالاً bugün یا yüzüb احتمالاً yüzüb bir töhfe macun ettim yazıp همون yüzüb bir töhfe macun ettim izhar. Belə talim edib ustadım onu yolun gösterdi kıldım imtihانی. حالا میگه یه معجونی حاضر کردم، ای کسایی که طالب حکمت هستید یه معجونی درباره یک معجونی دارم براتون می نویسم و اظهار میکنم. بنا به من بنا تعلیم ادب استادم آنی آن را استادم به من تعلیم کرده یولون gösterdi kıldım imtihانی. اون راهش رو نشون داد، منم امتحان کردم، تجربه کردم. این دینور اسمینه معجون لغازی، به اسم این میگن معجون لغازی. اولوب دور اهل دردین چاره سازی، چاره ساز اهل درد بوده این چیز. گتردم نظم آنın cümle نفعین بیان اتم نچه امراض دفعین. میگه به شعر آوردم نفع این معجون رو، بیان اتم نچه امراض دفعین، چند بیماری رو بیان کردم. حالا داره در مورد تنی تنگیه ایلر نفعی اول میگه ابتدا تنی بدن رو تنگیه میکنه. دوستانی که میدونن، حالا دیگه من این تنگیه رو خیلی توضیح ندم، توالت و دستشویی میبره، فکر میکنم اینه تنگیه، منظورش اینه. وجع görmez bedenden endem محصل. وجع میگم همین وجه دیگه، ما میگیم وجه، فکر میکنم، مطمئن نیستم. وجه görmez بدن önden محصل، میگه به خاطر محصل یعنی به خاطر اون دارو دیگه بدن با وجه روبرو نمیشه. لطیف اسهال ادورول ایلر تنی پاک، میگه یه اسهال لطیف و نرمی رو ایجاد میکنه و تن رو پاک میکنه. ادر بلغمدن اولن دردی امساک، میگه اون دردی که در بدن وجود داره اون رو از بدن بیرون میکنه. حالا بعدش به حتما به خود چیز میرسه دیگه، معجون رو میاد 4 صفحه در موردش مینویسه. خیلی زیبا آقا. قدرت زبان ترکی رو واقعا ما نمیدونستیم. من نمیدونم دوستان، اگر من خواهش میکنم که کتاب‌های شعر رو باید اینجوری پیدا کرد، باید یه جوری، من باید از این دوستمون خواهش بکنم، این دوستمون آذرباش جنابلاره خواهش بکنم ببینم که آیا کتاب‌های شعری تخصصی وجود داره که در مورد تخصص‌های دیگه بوده باشه. اونها رو باید بیام اینجا بگم و با فارسی اینو مقابله بکنیم. ببینید شعر ترکی، اینجا من اینو دارم میگم، حیدر بابا یه شعر در مورد طبیعت و آداب و رسوم جامعه هست، وزن داره، اینم وزن داره، میبینی که دارای وزن و آهنگه، این نیستش که نداشته باشه. این یک طرفه، یعنی یک طرف شعر اونه، یک طرفش این تخصصیه، تخصص در مورد بیماری هاست و اینها. و مثلا ما اسهال رو فکر می‌کردم اسهال، مثلا من خودم فکر می‌کردم اسهال ترکی فارسیه، الان می‌بینم که اسهال ترکیه. البته در زبان ما در تبریز و در قرداغ آذربایجان مثلا به اسهال ترخ میگن، ترخ وقتی خیلی شل باشه، اسهال خیلی هم شل باید باشه دیگه، میگن ترخ. اما مثلا اسهال اینجا به کار برده یعنی که به احتمال بسیار زیاد اسهال کلمه ترکی هست، نمیدونم ممکنه عربی باشه، نمیدونم، ولی خب دیگه حالا بذارید ببینیم که دیگه چی هست. خب در مورد این کتاب افیون، ببینید من الان این کتاب رو دیگه یواش یواش دارم میتونم بخونم، یعنی یه ذره
سنگلاخ جاده پر از دستاندازه و چاله چوله هست، یعنی ولی میشه با خوندن چند صفحه، با اینکه این نونهای قنده رو چجوری مینویسه و اینها بعد دیگه یواش یواش این رو خوند. و فکر می‌کنم که من اگه یه استادی هم داشته باشم که فقط یک کتاب رو با من بخونه، من سریع راه میفتم که برم و کتاب رو این کتاب ها رو بنویسم و بخونم. خودش خیلی عالیه. حالا این آقای آذرباش میگفت که تعداد کسایی که نسخه برداری میکنن و نسخه خطی رو مینویسن و بعد یعنی میتونن بخونن و کتاب ها رو اینجوری مینویسن، اینها بعضیاشون اومدن و شاگرد دارن تربیت میکنن. ولی ای کاش، حالا ما یه برنامه داشتیم متاسفانه نمیدونم مرد. آقا ما کلن روی پای خودمون نیستیم، میمیره حرکتمون. به نیت این که یه جایی یه کمکی ممکنه بکنه، یه جمعی جمع شد، حدود 2 سال بحث کردیم و کارهای خیلی جدی انجام دادیم و خود من هم یه کارهای جدی رو پیشنهاد کردم و در هر حال قرار بود که ما یه مدرسه، یه دانشکده، یه دانشگاه آنلاین باز بکنیم و در اونجا بیایم در رشته‌های مختلف مدرسا رو بیاریم درس بدن و ما به هر کسی که اینها رو میخونه به زبان ترکی در ایران امروزی یا در هر جای دنیا کارنامه بدیم، لیسانس بدیم. متاسفانه موند. کاش که یکی بیاد این کسایی که نسخه برداری میکنن کتاب رو، حتی اونایی که کتاب رو میدوزن، کتاب رو یعنی کتاب میکنن مثل قدیم، بیاد هر کدوم اینها 5 نفر رو 10 نفر رو آموزش بدن. الان یه عده آقایون و خانم ها در اینترنت، در فیسبوک و اینستاگرام و تلگرام و پول در میارن، تیک تاک و اینا پول در میارن، پارو میکنن. یارو میاد یه کلاس میذاره، آقا من میخوام مثلا در مورد عشق بازی، رابطه زن و شوهر درس بدم، در مورد نمیدونم آروم بودن و فلان رسم. هر کسی یه پول هنگفتی میگیرن، 1 میلیون 10 میلیون. من دیدم اخیراً یکی منت هم گذاشته بود که آقا این درس 8 میلیون بود، من به خاطر عید میخوام 3 میلیون بدم، حالا بیا ثبت نام بکنید 200 نفر نمیدونم چیه. آقا 200 نفر 200 تا 100 تومان برای یه ماه چقدر میشه؟ مثلا فکر کنی که 200 تا حدود 1 میلیارد میخواد آدم جمع بکنه، در عرض 1 ماه هم میخواد یه چیزایی در مورد مثلا رابطه زن و شوهر بگه مثلا. یا ببینید حالا یه عده در مملکت ما هستن بیکارن مثل من، تخصص نداره، رفته دانشگاه زبان فارسی خونده، نمیدونم فلان خونده، بهمان خونده، الان اومده بیرون بیکاره. من میدونم زبان ادبیات فوق لیسانس زبان ادبیات فارسی داره یا جغرافیا یا داره یا تاریخ داره، بیکاره، دنبال کار میگرده، رفته یه مغازه‌ای داره 4 میلیون 5 میلیون در ماه کار میکنه، از صبح تا شب اونجا وایساده مثلا یه کفش بفروشه و نمیدونم چی. آقا این کسایی که نسخه برداری میکنن زبان ترکی رو، این کتابای خطی رو میتونن بخونن، کارهای کتاب بکنن، اینا بیان در همینجا آگهی بدن، یه تعدادی رو مثل من رو جمع بکنن، آموزش بدن و پولم در بیارن. و مثلا به جای اینکه خب همه چیز رو که دانشگاه نباید یاد بده، شماها یاد بدید. باقی سالهاتتون این میشه دوستان. اگه مفت یاد بدید که عالیه، ولی اگه پولی هم یاد بدید، یه کاری یاد میدید، تجربتون رو منتقل میکنید به نسل بعد. و این ببینید هر چقدر من اینو بهتون میگم دوستان، هر چقدر بیاید کمک بکنید دیگران رو آموزش بدید، بازار کارتون به همون اندازه بزرگتر میشه. چون این آدم وقتی این رو یاد گرفت، مثلا میره کتابخونه میگه آقا من میخوام این علم یاد گرفتم، میخوام اینجا کار بکنم. اون کتابخونه یواش یواش آدم‌های بیشتری رو، کتابخونه‌ها با هم رقابت میکنن. مثلا وقتی من شروع کردم به روزنامه نگاری، تعداد روزنامه‌ها در ایران 4-5 تا بود، مجله‌ها تعدادش مثلا 20 تا بیشتر نبود. بعد این روزنامه‌نگاران قدیم مخالفت میکردن، آقا نه نذارید بیاد. من هی میگفتم که آقا با آمدن ما به بازار، بقیه هی میرن امتیاز میگیرن که آقا آدم‌ها هستن بیان کار بکنن. از اون روز تا الان شاید مثلا
2000 تا روزنامه‌نگار از دانشگاه بیرون اومدن، شاید هم بیشتر اومدن بیرون، همشون هم کار میکنن تو ایران، همشون هم کار میکنن. 10,000 20,000 تا روزنامه و مجله هستش، رادیو تلویزیون هستش، همه دارن کار میکنن. یک نوع مسابقه ایجاد میشه. روابط عمومی هیچ کس نبود در زمانی که من رفتم روزنامه سال 1370 در ایران. روابط عمومی مثلا 10 تا روابط عمومی، کارشناس روابط عمومی وجود نداشت. برای همین هم یه رشته وجود داشت، کارشناس روابط عمومی و روزنامه‌نگاری. مثلا من چی خوندم؟ کارشناس روابط عمومی و روزنامه‌نگاری که انگلیسیش میشه چی؟ Mass Communication and Journalism. یعنی همین روابط عمومی دیگه. در ایران روابط عمومی گفتن Mass Communication and Journalism. و بعد ما مثلا از رشته که مثلا اون زمان که من می‌خوندم فکر کنیم مثلا 20 نفر 30 نفر در همون سال فارغ التحصیل شدیم، مثلا 10 نفر رفتن روزنامه‌نگاری، بقیه رفتن اداره ها، چون هر اداری می‌خواست حالا یه روابط عمومی داشت. حالا روابط عمومی ها اون وقت یه نفر بود زیر یه رئیسی، حالا هر روابط عمومی خودش یه اداره است دارای ده ها کارمند و کارگر اینا شده. میخوام بگم که اگر شما بتونید این نسخه برداری رو، این نسخه خونی رو یاد بدید، این کتاب دوختن و اینها رو یاد بدید، تعمیر کتاب رو یاد بدید، دوستان بازار کار شما زیاد میشه. چون کتابخونه ها با هم رقابت میکنن. آقا فلان کتابخونه 10 تا کتابش امسال چاپ کرد، خب چرا ما چاپ نکنیم؟ خب من 10 نفرم ما استخدام بکنیم، 5 نفرم ما استخدام بکنیم برن کار بکنن. ولی الان چون شما چیز هستید، تو چشم نیستید، نمیاید، دیده نمیشید. خب اینم میخواستم بگم یه مدرسه باز بکنید. کاش، جدی میگم، کاش من این توانایی رو داشتم. یکی از دوستان در ایران این توانایی رو، یه مدرسه میرفت از هر وزارت خونه‌ای که هست، وزارت کار، وزارت ارشاد، وزارت اطلاعات، وزارت پلیس، وزارت سپاه پاسداران، هر وزارتی هست نمیدونم، بره اونجا ازشون مجوز آقا نسخ خطی خوانی و کتاب مثل گذشته که الان ببین تعمیر کتابا. یکی از دوستان داشت توضیح میداد، آقا مثل این که یک کتابی رو نمیدونم، حالا یک کتابی بوده دیگه، من اگه نگاه بکنم اسمشو پیدا میکنم، یک کتابی بوده در یکی از کشورهای اروپایی، خیلی کهنه شده و از بین داشته میرفته. ایرانی ها، مسئولان ایرانی، وزارت ارشاد و وزارت خارجه و نمیدونم وزارت اله و بله و اینا، همه دست به دست هم دادن، سازمان اوقاف و سازمان نمیدونم میراث فرهنگی و سازمان کشورهای اسلامی، یعنی این حرفا دست به دست هم دادن، میلیاردها تومان، حدود میگن چند میلیون دلار رفتن به اون کشور، گفتن آقا این کتاب رو به ما بدید، ما این رو ببریم ایران، تعمیرش بکنیم، به شما پس بدیم. حالا نمیدونم مال یکی از این نویسندگان شعر بوده احتمالاً. این ببینید میشه آقا، میشه به شاگرد یاد بدید اینا برن کار بکنن، هم دنیاتون آباد میشه هم آخرتتون انشالله. چون هر کسی که شما یاد بدید بره نون در بیاره و محتاج مرد و نامرد نشه، اون روزگاری که کار پیدا نمیشه، زندگی اون رو شما ساختید. آقا اون بچه‌هاش که نون میخورن، دیگه شب زنش و بچهش قصه نان نمیخوره یا لخت و بدون لباس و تو سرما نمیخوابه، خود اون دعای جان شماست، دعای آخرت شماست. جدی میگم. خیرات تنها این نیستش که آقا مثلا برید مدرسه بسازید. خیرات اینه که برید به یکی شغل بدید، یاد بدید بره کار بکنه، زندگی زن و بچه‌ش تامین بکنه. کاش یکی از این آقایون که در ایران هستن این کارو بلدن بره یه مدرسه باز بکنه. کاش یه آدم خیری پاشه بره یکی از این آدم‌ها رو پیدا بکنه، بگه بیا آقا یه مدرسه باز بکن. یکی از این خیرایی که مدرسه میسازه، مدرسه رو بسازه نده دولت، بگه آقا دولت من اینو به شرطی به تو میدم که در اینجا کتاب‌های خطی رو بازسازی چجوری بکنن، چجوری اینو بخونن، چجوری بنویسن، چجوری اگه خراب شده، این صفحش خراب شده، جلدش خراب شده، حاشیه‌اش خراب شده، حاشیه دوزیش خراب شده، چجوری اینها رو دوباره بازسازی بکنن. اینو یاد بدیم. خیلی پول داره توش،
خیلی پول داره. و آقا کتابخونه های دنیا میخوان. شما میتونید حتی برید فرانسه تو موزه های اونجا کار بکنید، برید تو موزه های کتابخونه مجلس، کتابخونه فلان کار بکنید. آقا اونقدر کار هست تو این چیز. چرا مثلا میترسید که این علم رو یاد بدید، این تجربه رو منتقل بکنید که کارتون از دست بره؟ والا بلا زبان ترکی الان 12,000 جلد اینجاست، 17,000 جلد اونجاست. زبان ترکی حداقل به گفته آقای آذرباش 1,700,000 جلد کتاب تاریخی دست نوشته وجود داره. و ببینید شما نمیتونید هر روزم یک کتاب بنویسید، عمرتون نمیرسه این کتاب ها رو بازسازی بکنید بنویسید. بیایید هزاران نفر رو بذارید تو این علم یاد بدید، پول در بیارید. آقا پول در بیارید، بگو آقا من این رو با 5 میلیون تومان 10 میلیون تومان به تو یاد میدم، بیاد یاد بگیره. قسطی بذار، بگو آقا من الان به تو میدم 10 میلیون تومان این کلاسه، قسطی بیا به من بده، بیا کلاس قسطی ماهی 100,000 تومان بده، بذار بیاد یاد بگیره این شغلو. خب کتاب تا اینجا اومدیم، اینجا خط تغییر پیدا میکنه. این صفحه سمت راست رو میبینید. Bu goli elmi tipden ikiş güç eleğin kuş. Bu goli elmi tipden eyleyin kuş جدال قلمایه بحث öyle خاموش. میگه bu گول عربیه دیگه، این سخن رو از علم طب eyleyin گوش، گلاخ آسن، جدال قلمایه بحثه öyle خاموش، بحث öyle خاموش. میگه این جدال قلمین، جدال قلما یعنی انجام دادن، نماز قلماق یعنی البته نماز نباید بگیم دوستان، من به نظرم هر کس بگه من نماز میخونم نمازش باطله، برای اینکه نماز نه سخن خداست نه عربیه، نماز مال فارس های آتش پرسته. باید گفت سلات yerine getiririm یا سلات قلرم. معنیش فرق میکنه. سلات یه معنی داره و نماز یه معنی دیگه داره. اصلا نماز یه چیز دیگه است. نمیدونم چرا حتی در ترکیه هم اینو دارم، یا نماز مال چیز اوستا نیست، مال آتش پرستاست، مال اوستاست، هر چی است، مال اسلام نیست. در اسلام سلات داریم. سلات هم به معنی خوبه. سلات حالا دو تا معنی میتونه داشته باشه، نمیدونم میتونیم بیاریم. یکی به معنی صلوات و اینجور چیزاست، یعنی خوبی. حالا میتونم پیدا بکنم معنیاشو بگم. حالا قلما به معنی انجام دادن کار. من نمیدونم قلمانی که در قرآن هست اونم از این کلمه اومده باشه، نمیدونم. حالا میگه این بحث و جدال خاموش میشه. حالا اینا که بذاریم ترکیب مسل ابو علی سینا. در مورد ابو علی سینا اینجا یک ترکیب ابو علی سینا گفته، این اومده اونو هم اینجا نوشته با یه خط دیگری. قال شیخ الاسلام الغار ابی رحمه الله علیه اذا اردت ان تتفاعل في القرآن فليتنو من الليل فلتنو من الليل فإذا صليت الصبح غدا قبل أن يتكلم بكلام الدنيا ليقرأ الفاتحة الكتاب مرة والإخلاص 3 مرات ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات وتقول 3 مرات وتقول 3 مرات ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وتقول وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله 3 مرات وتقول اللهم تفاعلت بكتابك وتوكلت عليك وآمنت بك قارني من كتابك المكتوم في سترك المكنون في غيبك يا ذا الجلال والإكرام
برحمته یا ارحم الراحمین 3 مرات ثم يفتح المصحف الشريف ثم يعد الجلالة في الصحفة اليمينية ثم يفتح ورقة فيما بعده أي في الطرق الأيسر يعدد الجلالة ثم تقعد للسطر من الطرق الأيسر مقدار ذلك ثم تنظر معنی السطر الآخر فهو بمنزلة الوحی. حالا اینجا بالا کتاب ببینید خیلی جالبه، برای ما جالبه. در بالا از ابا علی سینا یک تجویز پزشکی رو میذاره، در پایین از یه شیخ الاسلامی راه و روش تفعل کردن به قرآن رو یاد میده. اینم چیز جالبیه، انسان‌ها رو مجبور میکنه کتاب بخونن، حداقلش قرآن رو بخونن اگه بفهمن. البته ادامه داره. اللهم اینی اسألک من النعمت تماما و من العصمت دوامها و من الرحمت تمامها. و اینجا بود اللهم اینی اسألک من النعمت تمامها و من العصمت اسمها دوامها. اونجا خیلی دیگه و من الرحمت شمولها و من العافیت حصولها و من العیش ارغله. حالا این دیگه ادامه داره و دعا و اینم جالبه، چیز جالبی هست. حالا دوباره اینجا اسهالی که داره، اینجا دیگه از اون حالت شعری میاد بیرون، یه چیزهایی رو اینجوری داره مینویسه، فندق و بادام و گوز و فستق، گاووز فستق هشلا حالا اینا چی هم دیگه نمیدونم، من اینا رو خیلی هاشون نمیدونم. آجیاغ سان یا سالان 3 درهم، جیوه 3 درهم، آجیاغ 100 درهم، سلمنی 1 درهم احتمالاً، جیوه نمیدونم. ببینید اینجا مثلا داره دارو رو داره، ترکیبای دارو رو داره میره. اینجا دیگه اومد از حالت شعری بیرون اومد. یعنی دوستان از اینجا کتاب به 2 بخش تبدیل شد. اینجا تموم شد کتاب و از اینجا از صفحه بذاریم بگیم از صفحه 70 از صفحه 70 کتاب به 2 بخش تبدیل شد. یعنی کتاب جدیدی باز شد. Naziye için yazı könük suyunu ölüp hammamide terlekte ارگاسی. اینجا هم یه بیماری در موردش صحبت میکنه که باید بره حموم و لباسشو در بیاره و از این حرفا. از اینجا به بعد این کتاب شروع میکنه، این گفتیم 166 صفحه است، شروع میکنه با یه قلم دیگر. قلم خیلی فرق میکنه، نگاه بکنید دوستان. اینجا با این بود، قبلش هم خیلی زیباتر بود، اینجا هم اینه، ولی دیگه حالا شروع میشه به این شکل. کتاب یه مقدار نامرتبه، قبلا خیلی مرتب نوشته شده بود، نامرتب نوشته شده، ولی خب اندازه ها رو داره نشون میده، برای اینکه احتمالاً در شعر نمیتونست بگه چقدر بذارید. دقت بکنید اونجا تو شعر نمیتونست بگه که از چه چیزی چقدر باید برای این بیماری بذارن و با هم ترکیب بکنن تا یه کتاب بشه. ولی در اینجا اومده چوب چینی، مثلا صبرینه، آوندی چینی، چرک، هرزن، چی اینها رو مثلا داره الان هم مقدارشو و هم روش ترکیبشو داره یاد میده. خطش خیلی متفاوت است، احتمالاً خود آدم ننوشته، یکی دیگه اینو نوشته یا اون گفته اینو نوشته مثلا. عرضم به حضورتون که همینجوری ادامه داره، همش بازم ترکیه. یعنی اینو یادمون باشه که کتاب هنوز ترکی هستش. مثلا اینجا bir adam ayı ve ayağı, eli ve ayağı süst olsa ve bedeninde hareket ağlama mecali olmasa ona mualice bir vakiye halis gerenfil bir vakiye rakki sabuni
ببینید میگه اگر مثلا اینجا میگه اگر یک آدمی علی و ایاقه سست یا فلج شده باشه در اصل، میگه که دستش و پاهاش سسته، ölse و بدنinde حرکت علما مجالی علمسه، و اگر بدنش مجال و امکان حرکت نداشته باشه، الان میگیم فلج دیگه شده باشه، آنه معالجه bir واقعیه خالص گرنفیل. این حالا ببینید دیگه اینجا پزشکی دیگه، من نمیدونم میگه برای اون معالجه اون یک وقیه، نمیدونم وقیه یه واحد اندازه گیریه، یه ظرفی، یه چیزیه که باشه اندازه میگیرن. bir وقیه خالص گرنفیل، گرنفیل یه گلیه، این میگه یه خالص با این باید برن قرنفیل خالص. bir وقیه رگی صابونی، رگی صابونی چی هست بازم من نمیدونم. 20 دانه nişer köklü گمیش اولا، یه چیزی گمیش میشه نی، احتمالا شکره مثلا، نمیدونم یه چیزیه، حالا یه چیزیه که این kökü، این ریشه اون گمیش نی هرچی هست، حالا اون چیزیه که مثل نی هستش، میگه ریشه اون رو 20 مثلا دانه از اون باید اولا cümlesin bir yere götürüp geynede، اونا رو با یک جا جمع کرده بعد بجوشانند. آندان kendisine ondan از همون چیزی که جوشانده kendisine بوغ وره. بوغ دوستان الان بخار چه تو ترکی هست، بخار از همین بوغ ساخته شده. بوغ به معنی بخاره، بخار بوغ. نگاه کنید چقدر نزدیک به همه. حالا یه ذره اینو تغییر دادن تا فارسیش بکنن، مثلا بخار مثلا دیگه زاده دیگه بخار، یا فقط تنها اینه. و یره 3 دفعه گرنفیل بوغ وره باذن الله خلاص اولار. میگه باذن الله حالا دارو رو داره اینجوری توضیح میده. من همینجوری این کتاب رو هم اینجا صفحه خیلی زیبا نوشته شد، یه مقدار نسبت به اون قبلیه آدم یا خودش اینو یه کسی دیگه نوشته، البته از اینجا بهتر نوشته داره، میشه بهتر می نوشه. ترچیب چیتیک اولانه و تزلی بلغمه و حرارته و بواسیره و نواسیره و yürekten kan gidene ve bel ağrısına ve diz ağrısına ve yan ağrısına ve gülünce gayet üdür ve خیلی. حالا این داره در مورد این ترکیبی که در بالا گفته میگه این برای کدوم بیماری ها خیلی خوب هست، داره توضیح میده. دوباره در اینجا داره خطش بهتر میشه، نگاه کنید خط خیلی بهتر شد اینجا. فصل سلطان سلیم علیه الرحمه. نگاه کنید سلطان احمد به رحمت ایزدی پیوست. حالا در دوره سلطان سلیم این کتاب داره دوام میکنه. بس کتاب رو در اواخر عمر سلطان احمد شروع کردن و بعد سلطان احمد. فصل سلطان سلیم علیه الرحمه و الغفرات. سلطان سلیم نه این سلطان سلیم هم به رحمت پیوسته. و الغفران حاضر demin 5-10 ya pare kitaplardan da cem olmuştur. Daim istimal macun idi olan gernin zahmetine ve yarım baş ağrısına ve telaga ve حالا در اول اونو گفت و بعدش هم اومد دوباره وارد داروها شد. حالا بهتر داره می‌نویسه. نگاه کن دیگه اون شل شلمکاری کتاب از بین رفت، یه مقدار خیلی بهتر. حالا این کتاب چی کار میکنه دوستان؟ بعضی از گیاهان و داروها و ترکیش در آذربایجان ما از یاد بردیم، فارسی شده، به راحتی میشه از این کتاب فهمید و در آورد. در این حالی که خیلی به زیبایی میشه. حتمی باب هگنه نمیدونم چیه، حالا بعضا هم میگن فلانی هگنه شد، فکر کنم که انگوش میکنن از پایین به آدم، فکر میکنم به اون میگن، نمیدونم. حتمی حبازی بواسه بابونه احتمالا باشه، نمیدونم. اللون اقلیل الملک
سنامین، اینا اسم تخم و گیاه و اینجور یه چیزایی دیگه، حالا ممکنه حتی سنگم توش باشه که من سر در نمیارم دوستان. دوباره خطش خراب شد، دوباره شل شلمگار شد، داره دیگه اون زیبایی رو از دست. اینجا دوباره یه چیزی رو نوشته، جالب نوشته. دارم تلاش میکنم که خیلی طولانی شد این ویدیو، نمیخواستم اینقدر باشه، ولی این دو کتاب خیلی من رو به سر حالا دوباره اینجا خیلی زیبا نوشت. قال النبی علیه السلام خیر الناس من کف و کفه و کف و کفه. حالا منع فمه فتح بده یده. اوکی، خیر الناس من کف و منع، همون منع، کفه فمه و کف و فتح یده. حالا این پیغمبر یه حرفی رو فرمودن، یه فرمایش فرمودن، این داره اینو معنی میکنه. میگه خیر الناس، انسان، بهترین انسان ها چه کسایی هستند؟ من کف و کفه، کسی که زبانشو ببنده. اینجا گفته منع فمه، کسی که دهنشو ببنده، و کفه و دستشو باز بکنه. یعنی مردم از زبانش نیش نزن، زخمی نشن، از دستش خیر ببینن. نه اینکه گدایی بکنه ها، نه، میگه حالا یه چیزی به مردم بده. بهترین مردم اونه که دهنشو ببنده و دستشو باز بکنه برای خیرات. شر الناس من کفه و کفه. پیغمبر اینو فرموده و حالا این آدم زیرش نوشته خیر الناس من کفه منع یده و فتح فمه. و شر الناس کیمه؟ بدترین مردم کیه؟ کسی که دهنشو به کارهای با سخنان بد باز بکنه، دیگران رو زخم زبان بزنه، و فتح فمه منع یده، میخوام دستشو ببنده. یعنی میگن خسیس از دستش آب نمیچکه، این دستشو ببنده و هیچ کس کمک نکنه، و کفه و دهنش هم باز بکنه، هرچی که در میاد به دیگران منت و فلان و اینا بذاره. این هم یه حدیث بسیار جالبی بود که اینجا این کتاب دوباره به ما گفت و فکر میکنم که دوباره داره شروع میشه، دوباره کتاب رو چرخوند، یه چیزی اونجا نوشت. Soğaliğan çevrmenler için davalardır. Soğulcan çeğirmen için davalardır. Çeğirmen için davalardır. این soğulcan ما به کرم خاکی soğulcan میگیم. soğulcan اینجا نوشته. به یه نوع چیزی حالا نمیدونم این نوع اسم بیماری هست چی هست نمیدونم، ولی یه دارو رو اینجا گفته. توتیا، اینجا در مورد توتیا چه شکلی توتیا بسازیم. مثلا انمد مرضی راسخر اثر کدوم یه مقدار رو میگیره، با هم قاطی میکنن و اینا تبدیل میشه به اون توتیا. ترکیب سان الور، مرکب سان olur. اینجا هم دوباره داره در مورد ترکیب چی میکنه. اینجا هم شراب استعمال و اینم در مورد شراب ساختن و اینا ممکنه باشه، نمیدونم نخوندم. اینجا خطش بهتر میشه و یه مقدار از اون شل قلمکاری در میاد. اینجا هم دوباره کتاب یه مقدار چیز شده. آت و یاهود، آن و یاهود insan serçeye oğursa gerekten ak kağıza yaza. بعد یکی ak bizi bal mumini ile bal mumi ile müşemme ile ve yine yeşil yahud brançiye ساره آنن boynuna asa. اینم حالا دیدی که میشه خوند و ترکی هست. کتاب تموم شد. بذارید ببینم یک تاریخ اینجا نوشته. قال المنجم والطبيب
کلاهما قال المنجم و الطبیب کلاهما ان صح قول ما فلیست چی لا تشر الاموات قلت کیمیا اوسه قولی فالخار علیکما صلی الله علیه. حالا اینجا 20 ربیع الچیچی بوده 1303. این در 1303 اینجا امضا زده، این کسی که آخر اینو نوشته. اینجا هم هیچ تاریخی رو نمیبینم. خب پس کتاب در عهد سلطان احمد شروع شد، بعد در سلطان فوت کرد، یعنی ادامه داشت و در آخر هم این تاریخ رو زد. اگر این تاریخ به قمری باشه الان 1446، یعنی 150 سال پیشه. ولی اگر اون طرف رو یاد بگیریم ممکنه که مثلا کتاب رو مثلا در 50 سال نوشته باشه، نمیدونم. یعنی اینم از این. خب دوستان، 2 کتاب پزشکی معرفی کردیم، یکی به شعر، یکی به نثر. این دومی که شعر بود بخشی هم نثر بود و متوجه شدیم که زبان ترکی تنها در شعر هم قدرتمند بوده. خب بسیار متشکرم، روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم که موفق باشید. به امید دیدار شما در یه